آره بله. باید. خب خودتون معرفی میکنید؟ سودا دادگو هستم. 32 ساله از تهران اومدم که عشقمو ببرم. چند سال استانبول زندگی میکنید من خانم سودا؟ 4-5 شد دیگه، 4-5 ساله با هم اومدیم. بچه‌ها میتونستیم زودتر بیایم ولی گفتم همزمان با هم بیایم بالا، به خاطر همین شد دیگه، تأخیر شد، ببخشید. خب بذاریم یه ذره تعداد بچه‌ها بیشتر بشه. گربه گرفتی دیدم. آره مامان بیا سلام بده. بیا اینجا الان میاد دیگه، چند دقیقه دیگه پیداش میشه. چیه نژادش؟ بریتیش لانگ هیر گلده. قشنگه، خوشگله. سلام. من گربه ای نیستم دیگه، ذوالفقار رو یادته که. سلام 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 سلام. سلام قشنگ. کوچولوه بچه‌م، الان تازه شد 3 ماهه. خدا حفظش کنه و مامانش نگهش داره. مرسی متشکرم. میگه دهنم سرویس شد تا بیام تو لایو. نه ما یه ذره با تأخیر اومدیم چون منتظر بودیم خانم سودا هم بیاد بالا همزمان با هم جوین شیم. آها الان داره میره، حرکت نمیکنه برام. کامنت ها رو داری تو؟ آره. اوکی. نه ما تو که چیزی نداره. خب چه خبر از حاشیه ها؟ نوشته سودا سنگین شده با امیر. چیز نکنی الان نذاری رو حساب مصاحبه، خونه خودته، صحبتی چیزی داری اینجا حتما انجام بده. صحبت که فکر میکنم از تو هم زیاد پرسیدن که چرا از هم جدا شدیم. حالا اینقدر سریع نرو سراغ موضوع. نه در مورد فینال یکم صحبت کن. بیا راجع به فینال صحبت نکنیم. چرا؟ میخوای در مورد مینی بوس ها صحبت کنیم. راجع به مینی بوس صحبت کنیم. میگن مینی بوس و نمیدونم این داستان ها و ما جدا رفتیم و داستان چیه؟ بذار یه ذره از عقب‌ترش صحبت کنیم. میگم پشت صحنه من به میلاد پول دادم و پول آره بیشتر دادم و امروز یه ویدیو از تناز و این پسر سامان فرستادن که تناز ماشاءالله از دروغ گفتن کم نمیذاره، که میلاد پیشنهاد بالاتری، یعنی سامان فکر کنم گفت تنازم تایید کرد که تو حالا اسم اون آقا رو نیار کلا، ولش کن. آره تو پیشنهاد بالاتری دادی که میلاد قبول کرده به ما رأی بده. چقدر دادی به میلاد راستش بگو؟ نمیدونم باید زنگ بزنم خوش فکر کنم یه $1500 $600 $700. بعد علی 1000 میخواست بده دیگه. فکر کن تو این همه به میلاد مثلا الان پشت سرش لایو میذاری نقدش میکنی، تو اگه همچین کاری با میلاد کرده بودی میلاد نمیومد بگه. دقیقا. نه آخه جالبیش اینه من انقدر باید آدم ساده ای باشم برم فقط رأی میلاد رو بخرم یا محدثه رو بخرم، 2 تا رأی، بقیهش چی؟ اصلا تو هفته برای چی باید برم رأی بخرم؟ برای پرنده شدن که 2 تا رأی کافی نبود. اصلا تو هفته آخر همش به من میگفتی ول کن، اینا با خودشون بستن، این وری هم که ادای دوست در میارن رأی نمیدن به ما. سودا ما برنده نیستیم، منم میدونستم نیستیم ها، فقط داشتم هرس میخوردم که اینا که ادا دوست در می آوردن ما رو هم بازی دادن. یعنی هرس من خدا رو شکر برای پول نبود، یعنی هر کی آره اطرافم بشناسه میدونه خدا رو شکر اون کسی برد که خیلی نیازمند بود. دیگه خودشون رو نشون دادن دیگه. اینا میگم من تو از اوایل برنامه میخوام بهش یه ذره بپردازیم، از اوایل برنامه، از اونجایی که ایشون اگه یادت باشه چقدر پشت سر خانواده خودش حرف زد، یادته که؟ و وقتی که پخش شد برگشت گفت مگه قرار نبود اینا سانسور بشه؟ مامان خودش اومده بود توی یکی از پیجا نوشته بود که تناز جان بیا توضیح. منتظریم، بله توضیح بده، منتظر توضیح هم یه همچین چیزی نوشته بعد بود. ببین تناز اون موقعی که زیر هیت بود همینا داشت پخش میشد، من انقدر هواشو داشتم، انقدر دلداریش میدادم، انقدر بهش مسیج میدادم، حالشو میپرسیدم، چرا یه بار نیومده بگه این سگ منو سودا برای من گرفته. زیر هیت بود، خب تبلیغات هر کی بهش میداد ریپورتش میکردن دیگه، کسی اصلا بهش تبلیغم نمیداد. بعد همون روزی بود که رفتیم اونم حالش بد بود منم حالم بد بود، یادته که من آره گرفتم
پت شاپی که اینو برام فرستاده با من دوست بود. به من گفتش با کدوم از بچهای عشق ابدی حال میکنی؟ گفتم تناس حالش خیلی بده، الانم یه سگ با این مشخصات میخواد، میتونی براش بفرستی اما الان برات نمیتونه تبلیغ بذاره ها، باید اوضاع بخوابه بعدن. گفت اگه تو بگی اشکال نداره. گفتم من میگم. یک هفته نشد سگش رو براش پیدا کردم، همون مشخصاتی که میخواست فرستادم. ببین تو استوری که سگش رسید انتظار داشتم بگه که سگ منو سودا اوکی کرد. تشکر اصلا بلد نیست. منتظر بودم مسیج بده، دیدم مسیج هم نداد. استوریشو ریپلای زدم نوشتم مرسی سودا جان که سگ دلخواهمو برام پیدا کردی فرستادی. چی پیام بده خوبه؟ مرسی با یه استیکر چشم قلبی. همین. آدمی که قدر محبت رو نمیدونه چی ازش انتظار داری؟ بعد اون وقت این بچه من که رسید، ببین من تا منشی اون مغازه زنگ زدم تشکر کردم. 2 تا شریک داشتم به جفتشون زنگ زدم 20 بار تشکر کردم. لعنتی یه انتظار زیادی داشتی دیگه، تشکر از این آدما خیلی سنگینه. بعد کافیه که مثلا یه کاری که نکردی رو باب میلشون نباشه رو بیان مثلا بگن. سر قضیه نگار وقتی اون اتفاقات افتاد که پژمان گفتش، پژمان ادعا کرد که نگار توی باشگاه اومده این اتفاق و این حرفا رو زده. خب یادته زمانی که من در موردش حالا پشت نگار رو گرفتم، خب خیلی جو رو من خوب بود و پیام قشنگ و نمیدونم حالا فن پیجای خود نگار اومده بودن ایز تشکر مرسی پسر خوب و منطقی و فلان و این حرفا. و شاهین اومد برگشت گفتش که چرا همچین کاری کردی؟ به جایی که اینا رو بکوبی، میدونی چی دارم میگم، به جایی که به اینا حمله بکنی اینا رو بکوبی داری محبوب میکنی، کمک میکنی به محبوب کردنش. گفتم آقا من دارم واقعیت‌ها رو میگم. محدثه که داشت وارد میشد و من میخواستم مثلا در مورد محدثه صحبت کنم، بالاخره با محدثه اوکی تر بودم حرف بزنم، امیر لایو و اینا نذاری باشه تو رو خدا من فلانم من بسارم. گفتم چطور سر یه قضیه دیگه میگفت این کارا نکن، حالا سر قضیه خودت شد میگی دفاع کن. من یه روز استوری گذاشتم تو برنامه، به شاهین گفتم بچه بودی مامانت اسم تو گذاشته فتنه خاله زنک. استوری کردم اومد نوشتش که سودا به اندازه کافی هیت رو من هست، لطفا این استوری تو بردار دیگه، هم هیت نذار، بیا با هم دوست باشیم، نمیدونم ما با هم همکاری کردیم فلان کردیم. گفتم اوکی. من اونو برداشتم، قسمت های مثلا فکر کنم اوایلم بود، زیر 10 قسمت هنوز نشون داده بود دیگه. هم راجع به شاهین و تناس هیچ چیزی نذاشتم که بهشون هیت داده بشه، کلی هم حمایت کردم. بعد اون وقت آقا شاهین وایستاده آخر که ببینه کجا فرصت هست کجا هیت میاد میچرخه رو سودا که از همونجا بزنه که یه ذره هیتای خودش رو تقسیم کنه. دقیقا همین بود دیگه. بچه ها من بهتونم گفتم یه ویدیو گرفتم، یعنی چند تا ویدیو گرفتم راجع به کسایی که هی پشت سرم چرت و پرت گفتم، من توضیح کامل دادم. شاهین، تناز، محبود، ترانه، کلاغ، همشون جواب همشون رو دادم. و اینکه ویدیو رو میذارم راجع به اونایی که ویدیو گرفتم دیگه اینجا نمیام توضیح بدم. علل خصوص آقای کلاغ که همتون کلی ویدیوهاشو فرستادین، چرت و پرتایی که گفته، تهمتایی که زده، من برام به طور ویژه دارم اینجا اصلا باور اگه بکنی یه دونه از ویدیوهاشو در مورد حواشی و حاشیه‌های تو اصلا ندیدم. با خودم هم صحبت کرده ولی صحبت آنچنانی نبوده، چیز جدی نبوده، فقط این بوده که خب مثلا چی شد اینجوری شد تو چرا کات کردی. گفتم خود در جریان بودی دیگه، مثلا دیگه تو حتی خونه تو هم ما اومدیم اگه یادت باشه. گفت آره یادم و فلان اینا. یه موضوعی چرخید دیگه. گفتم دیگه خودتون کردیم، مگه از من اجازه گرفتی؟ تو می‌خواستی بری با نگار تو برنامه به گفته کارگردان که میگی کارگردان تو رو شیرت کرد بری صحبت کنی، اومدی از من اجازه گرفتی امیر اوکی به نظر تو مشکل، حالا من نگار نه پارتنر سابقم من بوده نه چیزی، اومدی از من اجازه گفتی اوکی میتونم برام مثلا صحبت کنم آشنا بشم. گفتم به من چه ربطی داره؟ تو اگه کسی خوشت میاد نباید حرف پدر مادرت هم گوش بدی، برو باهاش صحبت کن. بعد اومدی حالا مثلا با اکس من با دوست دختر حالا پارتنر بنده تو برنامه با هم اوکی شدیم، مگه مثلا من گفتم بیا از من اجازه بگیر که الان اومدی این حرفا رو داری به من میزنی؟ هر چیزی بوده چجوری با هم اوکی شدین چجوری با هم کات کردیم به خودتون ربط داشته، به من ربطی نداشته. خلاصه اصلا ببین که کسی که انقدر پروندهش سیاهه به نظر من باید بره قایم بشه. بعد جالبه هی به من میزنه من سکوت میکنم، هی سکوت میکنم. نه اوکی، اگه دوست داشتی که بی آبروت کنم بی شخصیتت کنم عزیزم کردم، با ویدیویی که قراره برات آپلود بکنم به نظر من یه جایی رو برای خودت پیدا کن
برو قایم شو، چون یه چیزایی گفتم که اصلا نمیدونی من میدونم. امیدواریم ببینیم چی میشه. حالا منتظریم، منتظریم. حالا راجع به مینیبوس بگیم. حالا بذار یه موضوع دیگه بریم جلوتر. میخوام دونه دونه بیایم به جلو. سر قضیه چی میخواستم بگم یادم رفت. توی باشگاه که من میرفتم شاهین رو میدیدم به صورت تصادفی، ولی یه روزهایی که با من کار داشت زنگ میزد یا وایس میداد: امیر پاشا بیا فردا مثلا باشگاه ببینمت. کی؟ اوکی. شاهین آها. بیا باشگاه ببینمت. ما میرفتیم، بعد میگفت مثلا بیا یه استوری بگیر، مثلا از بیرون منو داری میبینی. من یه استوری گذاشته بودم بیرون بودم، دیدم مثلا شاهین داره رو تردمیل میدوه. گفت یه بیرون از بیرون داری مثلا رد میشی، بعد منو تگ کن بگو سلام عمو شاهین، مثلا نگاه کن کیو دیدم اینجا، پاشیم بریم باهاش مثلا ورزش کنیم فلان اینا. میدونی خودش میومد به من میگه انگار مثلا کارگردانی بیاد به من این کارو بکن که مثلا از اون فشار تنفر مردم، اون فشار منفور بودن و حیف بودن خارج بشه. و هی دست و پا میزد. دقیقا همینو داشت. زمانی که ما اگه جایی سوتی میدادیم ایشون به ما ضربه میزد، ولی خودش وقتی داشت ضربه میخورد از ما حمایت داشتش، میگفتش بیا حمایت کنید. بذار کنار. میاد نمیذاره، فضوله. الان خب بذار. میری جلو سر قضیه مینیبوس میخوای صحبت کنی الان؟ آره راجع به مینیبوس صحبت کنیم. تناز اومده به دروغ جالبه، اومده تو دایرکت به من میگه که چون من رفتم کامنت گذاشتم زیر اون پیجی که وایرال شد، بعد اومده برای من تو دایرکت نوشته که عزیزم من میخواستم امیر رو بزنم، من همش خوبه تو گفتم عزیزم به رابطه من داری میزنی، به رابطه من بزنی یه سرش منم. و اینکه چرا دروغ میگی؟ داری میگی سودا و امیر اون شب کات کردن و با یک ور نرفتن. اوکی با یه ور نرفتیم ولی ما اون شب کات نکردیم. حالا چرا با یه ور نرفتیم؟ من تو استوری من توضیح دادم. من 3 تا چمدون داشتم، ایشون چند تا چمدون داشت، اون سر آسیایی من این سر اروپایی، و اگه قرار بود با اون همه چمدون بیاد خونه من فردا دوباره باید چند هزار تا میدادیم اینا رو دوباره چمدونا رو میبردیم. خب چه کاری بود؟ سرویس داره میبره، با سرویس رفت چمدوناشو گذاشت دوباره خودش اومد. یه چیز ساده است. بعد منم خیلی حالم بد بود، گفتم امیر جان میخوام یک روزی فقط مغزم استراحت کنه بعدش بیا پیش من. نشون به اون نشون که اومد تو خونه من تصویری زنگ زد به تناز و شاهین. تناز جان یادته وقتی تصویری بهت زنگ زدیم برگشتی گفتی که شما پیش همین، بعد نمیدونستی دیگه، داشتی میمردی از حسادت چون مثلا انتظار نداشتی. گفتم آره پیش همین. بعد بحث آوردی سمت نگار و پشت سر نگار یه ذره حرف زدی، بعد برگشتی گفتی که آره گوشی شاهین رو گرفتم نگار رو بلاکش کردم. گفتم چه کار خوبی کردی، پس منم گوشی امیر رو بگیرم نگار رو بلاکش کنم. که این کارو کردی. بعد تازه ما 2-3 روز بعدش مهمونی رفتیم خونه مهراد. نگار داداشلو هم بود. آره نگار و خواهرش هم بود. دروغه دیگه، بذار دروغو بگن دیگه. میگم خلاصه اینا، ببخشید الان خودت خدا رو شکر زیر سقف خودتی، دست تو جیب خودته، موش تو موش کس دیگه ای نیست. خدا رو شکر ما هم یه سقفی داریم، دنبال کسی نبودیم. شماها جا نداشتید آخه. ببین اون رفیقی هم که داشت میگفت، یه رفیقی داشت حالا اسمشو نمیخوام بیارم چون یه جورایی میشناسم منم، که انقدر پشت سر همون رفیقش فوش‌های ببخشید مثبت 18 میداد که این میره تو این کلاب این کارو میکنه، این میره تو این کلاب این کارو میکنه. پس آدمی که با همچین آدمی در ارتباطه خودش هم حتما یه چیزی هست. اوکی. بعد تو علنا از خونه اونم دیگه جا نداشتی برای رفتن خونه رفیقتم، مجبور بودی بره پیش کلوچه. مجبور بود. بعد چقدر یه آدم میتونه واقعا بی ملاحظه باشه. ما تو اتاق میکاپ نشسته بودیم داشتیم میکاپ میکردیم، اون روز اومدن پرسیدن کی کجا میره که آدرسا رو بنویسن. بعد محدثه و تناز روبروی هم نشسته بودن، به تناز داشت آرایش میکرد، بعد گفتن تناز جان شما کجا میری؟ اینجوری کرد خونه شاهین. خب روبرود محدثه نشسته، چقدر تو بی ملاحظه ای. بعد چشای محدثه پر شد، بلند شد رفت بیرون. دیگه آخه من راجع به این آدم چی باید بگم؟ افتخار بود دیگه بابا. داخل برنامه خیلی اتفاقا افتاده بود. یه جوری تناز در مورد شاهین صحبت میکرد واقعا فکر میکرد مثلا شاهین یه کارگردانی، یه باید نمیرفت خونه شاهین، جای دیگه ای نداشت که بره. کجا میخواد؟ تو خیابون میخواست بخوابه؟ از ایران اومده بود، مسافر بود، جایی نداشت.
اون و دیگه امثالهم همون شب یاد مجبور خونه بقیه برن چون جایی نداشتن، ولی من مجبور نبودم، امیر مجبور نبود. آقا 40 روز توی فضای روانی بودیم، دلمون میخواست یه روز بعد هم دیگه. آخه اینو باید به یکی بگی که بفهمه دیگه. اینا نمیفهمن، نیست نمیخوان بفهمن، چون نونشون سودشون تو اون نفهمیشونه. و چون الان ببخشید افتادن توی انبار پر از ببخشید گفت دارن فوش میخورن، فقط میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم، بذار این مودی که این حالتی که افتاده رو ما، این فشاری که افتاده رو ما رو پرت کنیم یه ذرهش این ور اون ور. به کی بزنیم؟ به سودا بزنیم، به امیر بزنیم، به ماهرخ بزنیم. وگرنه ماهرخ کجا پشت تو رو زد تا حالا؟ نه تو برنامه. حتی اصلا شاهین دروغگوه. خیانت کرد، چقدر ماهرخ پشت تو در اومد باز، با اینکه حالا منطقی حرف می‌زنه، ولی چقدر خودت چند بار گفتی ماهرخ چرا انقدر گارد داری نسبت به شاهین، هر وقت حرف شاهین میشه چرا انقدر فلان می‌کنی، طرفداریشون رو می‌کنی. انقدر توی برنامه الان به خود ماهرخ هم رحم نمیکنه. با من میگم به خانواده‌اش رحم نکرده، چه برسه به ما. ببین اولین دروغش تو برنامه رو یادتونه کجا بود؟ اونجایی بود که وقتی که محدثه وارد شد و اوضاع به هم ریخت و طناز داشت گریه میکرد و خیانت شاهین اثبات شد، من احمق رفتم طناز و دلداری بدم. برگشتم بهش گفتم، با این جمله شروع کردم، گفتم که نمیگم از شاهین جدا شو، میگم که به عنوان یک زنی که بهش خیانت شده از شاهین دفاع نکن، شخصیت خودتو حفظ کن. آقا اینو گرفت، فرداش بود کی بود لب سودا میخواد رابطه ما رو به هم بزنه، به من میگن شاهین جدا شد. خب اون از اونجا ثابت کرد که دختر دروغگوه. چند روز قبلش هم بود، چند روز قبل از اونم سر قضیه این که پیام میداد به دوست پسر ترانه که گفت فلانی میداده من نمیدادم، رفتم بالا دیدم پاک میکردش، اون خودش بوده. دروغاش کم نیست. به خاطر همین ببین چند روز پیش به من یه چیزی گفت در مورد نمیدونم رابطه ببخشید نامشروع من و این چرت و پرتایی که از دهنش در اومد و گفت. سر همین قضیه من برگشتم گفتم که خدا نگاه کم کامنت ها رو، گفتم مردم دارن میگن بابا تو روزم بگی الان واقعا صبح، الان بگید اینجا الان صبح، کسی باور نمیکنه. انقدر تو دروغ گفتی داخل برنامه دیگه کسی تو رو باور نداره. و الانم به خودم می‌خواستم لایو بذارم، خیلی اومدن گفتن که در مورد این دوتا صحبت نکن، اینا خودشون آخه من ثابت با کردن. صحبت نکردم، من به این بچه نزدم، اینو یه خواهر کوچیکتر 20 ساله دیدم هر بی‌ادبی کرد، بددهنی کرد، گفتم اشکال نداره. ولی عین ماهرخ انتظار نداشتم بعد برنامه بیای یه دروغ بگی. چرا دروغ میگی پشت سر ما؟ چرا میگی اونا همون شب جدا شدن؟ بابا تو خونه من امیرحسین با تو ویدیو کار کرد. الان مثلا من چجوری باید به ملت ثابت کنم؟ ما که از اون روز اسکرین شات نگرفتیم. امیر داشت میومد اینجا نوشته چیزی لازم داری، چیزی لازم مثلا نداری. خونه مهرادو میگم داریم دیگه، خونه مهرادو داریم دیگه. ویدیوهای خونه مهرادو داریم دیگه. حتی با نگارم صحبت کردیم تو خونه تو، با نگار داداشلو، آره با که نگاه. نگارم اومد سمت خونه شما، با هم رفتیم دیگه. آره. اینا دیگه چیزی نیست که یادمون بره. بعد من سوار سرویس شده بودم اینجا داشتم بای میکردم، یه ویدیوی بانمک من گرفته بودی. ندارمش، پاک کردمش. یه سری چیزا هست که واقعا ما یعنی خود من دقیقا همون چیزی که داری میگی و قشنگ یادم بود. یعنی اگه من اونو داشتم استوری میکردم، این خانومی که برمیگرده اینا با هم نرفتن، خب ببین ما تو چه شرایطی با کردن همونجا کات کردن، من داشتیم مثلا میرفتم. چمدون تو رو من خودم جمع کردم اگه یادت باشه. چی؟ چمدون تو رو، اون قاب عکسه و عروسک و اینا رو. نتونسته بودم از وسط جمع کنم. دروغ چی بگم دیگه. بحث بعدی که دوست داری در موردش صحبت کنی؟ بحث بعدی چرا کات کردین؟ چرا کات کردی؟ بگو دیگه. منتظر من بگم. چرا کات کردین؟ حتما به گوشت رسیده که من چی گفتم. یه جا برگشتی گفتی رابطه ما به صورت کاملا یک طرفه است. نه یک طرفه پیشنهاد منظورم بود که پیشنهادش از سمت من بود، واقعا هم بود دیگه. گفتم ما به درد هم نمیخوریم و این داستان یادت باشه، گفتم از هم فاصله بگیریم. گفتم دقیقا اون لحظه که قرار کات کنیم گفتم منم به این باور رسیدم که ما نمیتونیم با هم جفت بشیم. بله دلم نمیخواست به غرور مردونت بر بخوره، دقیقا قبول دارم. به خاطر همین داستان میگم پیشنهاد بوده، شما هم خیلی منطقی و قشنگ رفتار کردید. والله نمیدونم امید کیه، به جان این بچم نمیدونم امید کیه.
امید یکی در آورده دیگه، میچسبونن الان اسم زیاده. بچه‌ها ببینید، اولا که نه به امیر میشه کسی رو بچسبونین دوست دختر داشته، نه به من. اونجا از من شوهرم داشتم. گوشیامونو که میدادن، گوشی امیر دست من بود، گوشی من دست امیر بود. امیرم بارها گوشیشو سپرد دست من، رفت حموم برای اینکه مثلا به منم اثبات کنه که دوست دختر نداره. و به هر حال ما توی فضایی بودیم که باید به هم اثبات میکردیم تو همون زمان کم. یکی دو بار دیدم داره میره دوش بگیره گوشیشو همینجوری باز کرده، رمزشو زده، آره بیا عکس‌ها رو بفرست، رفت همون. بعد برگشت گفتم که از قصد این کارو میکنی که من برم گوشیتو بگردم که بفهمم که دوست دختر نداری. اوکی فهمیدم نداری و همین کارم من کردم. گوشی من باز بود، مسیجی نمیومد، پیامی نمیومد. ما اونجا که با هم بودیم پاک بودیم. کسایی که خیانت کردن برای که خیانت خودشون رو شیر کنن میان به ما تهمت میزنن. من اصلا از رابطه 2 سالم 4-5 ماه بود که جدا شده بودم، 4-5 ماه بود که کات کرده بودم، کسی رو نداشتم. به این کسی که میگم پارتنر خودشون هر کاری کرده میبنده به اون یکی، واسه همینه دیگه میگم اگه خدا رو شکر اون دزدی نکرده بود، حالا مثلا در حد کلوچه و خیانت بود، یعنی اگه دزدی میکرد میگفتن نه اینا هم دزدی کردن. ببین یعنی هر چیزی که قشنگ دوست عزیزمون همیشه میگه کافر همه را به کیش خود پندار. یکی نوشته امید، منم. سلام امید. امیدو گردن بگیر. آره خلاصه شنونده باید عاقل باشه. تیشرت خانم ناخواستت خانم خواستت رو داری؟ خانم ناخواستت رو آره داری؟ باشون رو میپوشیدم، باحال میشد. من باید میپوشیدم ولی خیلی کثیف بود، بعد اتوش میزدم دیگه، حوصله نداشتم. چرا کثیف بود؟ تو چمدونه. برای من تمیزه. چقدرم جنس پارچش خوبه، انقدر خوبه دوست دارم بیرون بپوشم. گرونه به اندازه تیشرت زارا پولشو داده بودم. الان اون برند خاص خودشه داره. بله باید میزدم، برندشو باید میزدم، مستر خواست ناخواسته. خب دیگه خلاصه موضوع بعدی که اگه میخوای صحبت کنیم، چرا جدا به شدی؟ نظر قانع کننده بوده تا اینجای کار حرفایی که زدی؟ والا کسی که باید قبول بکنه قبل از اینکه این حرفا رو بشنوه دیگه کاراکتر تو آخه یا ما رو دیگه بالاخره شناخته. موقع کات کرده بودیم که میگم ویدیوهاش هست که ما خونه مهراد رفتیم، بیرون رفتیم، بعد اینجا استوری گرفتی از عشق ابدی، با هم دیگه نشستیم قسمت‌های اصلا اولمون. یکی از آره دقیقاً آفرین، استوری که من گذاشته بودم یه دفعه از تو خونه تو استوری عشق ابدی رو گذاشتم داریم تماشا میکنیم. آره و اینکه میپرسین چرا جدا شدین، خب امیر اومد پیش من، ما بیرون رفتیم، خونه بودیم. توی برنامه من بارها گفتم من اونجا عین طناز نیومدم بگم وای عاشقتم برات میمیرم، یا امیرم همچین حرفی نزد. گفتیم که ما تا اینجا اوکییم، باید بریم با همدیگه بیشتر رفت آمد کنیم، مخصوصا توی یک خونه، ببینیم به هم میخوریم یا نه. که ما یه چند بار اومدیم رفتیم و توی اون حینم برنامه داشت پخش میشد و یک چیزایی رو داشتیم میدیدیم که اون موقع ندیده بودیم و هی هر دقیقه دعوامون میشد. یعنی ما سر پخش عشق ابدی میتونم بگم بیشتر مثلا امیر با پسرا یه جا نشسته بود که من توی یوتیوب اولش یه جا به تو زدم. بگم کجا رو میخوای بگی؟ سودا حسوده زن ستیز که انداختی دهن مردم. البته بگم میدونی که انداخت دهن تو؟ حسودو شاهین انداخت. اولین بار شاهین داد به تو هم گرفتی. بعد من مثلا دیدم امیر پشت سر من نشسته داره غیبت میکنه. ببین دعوا میکردم و جیغ میزدم گریه. تو پشت من نشستی داری حرف میزنی، من پشت تو حرف نزدم اصلا، تو چه نامردی هستی ما اینجوری با هم دعوامون شد. مثلا دیدم با نگار رفته بود نشسته بود حرف زده بود، صحنه هایی رو دیدیم که ندیده بودیم. هی باز با نگار که پخش شد بهترش چیزی نبود با نگار که. آره دوباره من هی حالم بد میشد، حتی تو پخشای دوبارش من دستام میلرزید، اعصابم خورد میشد. به خاطر آدما و شخصیتاش بود وگرنه من کار دیگه ای نکرده بودم. آره فقط تو نه، همه رو هی میدیدم استرس میگرفتم و ما توی شرایط روانی خیلی بدی بودیم. بعد برنامه خب همتون میدونید یک دفعه فالوورای ما
ترکید، ویو ترکید، میلیون ها نفر ما رو دیدن، قضاوت کردن. ما زیر فشار سنگین سوشال مدیا بودیم و مدام با هم درگیر می شدیم و یه جایی به هم گفتیم ما به درد هم نمیخوریم، داریم همش هی همدیگر رو اذیت میکنیم، به درد هم نمیخوریم. و خیلی شیک یادمه که از هم خدافزی کردیم. اما من همون روزم گفتم ما ماها تصویرمون با هم دیگه دیده میشه، هیچ وقت نباید با هم بی احترامی کنیم، چون که تو اونجا با هم پارتنر بودیم و حداقل 5-6 ماه مردم ما رو کنار هم میبینن. همین کارم کردم. من هیچ وقت با امیر بی احترامی نکردم، ایشون هم نکردن. تو فقط یه دفعه یه شورت صورتی پای ما کردی. تو برنامه رو نمیگم عزیزم، نه بیرون. کلا دارم میگم. آره میگم بی احترامی همین بود، فقط چیز دیگه نبودش. فانم ساخته بودم اونو و اینکه همه ماجرا همین بود. یه چیزم بهتون بگم، اونایی که الان با همن حتما معنی نیست که با همن. اونا یه آدم منفعت طلبی که با همن، اون دوتا زوجی که الان با همن، چون یکی اصلا میتونه به خاطر میدونید چی باشه، یادت باشه یه صحبتی داشتیم سر قضیه اینکه با هم ویدیو بگیریم بذاریم مردم کاپل بودن و ما رو دوست دارن و اینا. خب و خب هم تو هم من یه جایی دوست نداشتیم شاید خیلی کارهایی که مثلا از ما بر نمی اومد و مثل بقیه انجام بدیم فقط به خاطر منافع. خب آقا ما هم میتونستیم اگه مثلا فیلم بازی بکنیم کلی تبلیغات کاپلی میگرفتیم با هم دیگه. میدونی خیلی تبلیغات مشترک میتونستیم با هم دیگه بگیریم، ویدیوهایی بود که میتونستیم مثلا شاید چه میدونم با خواننده ها بگیری موزیک ویدیوشون رو بذاری، این کارو بکنی اون کارو بکنی. ولی خب از من به شخصه یکی بر نمیومد و تو هم هیچ وقت حالا اینجوری نبودی که من فکرشو بکنم بخوای به خاطر اینکه چه میدونم یه سری چیزای اینجوری رو به دست بیاری بخوای یه سری چیزا رو فدا کنی. از نظر من. آره من چون نه من تونستم نه تو تونستی، ما حتی برای اینکه شما ما رو کنار هم دوست داشتین هم نتونستیم با هم دیگه ویدیو بگیریم چون جدا شده بودیم. میدونی چی نوشته الان؟ نوشته الان شما با هم کاپلید؟ نه بله این همه داریم در موردش صحبت میکنیم، چه سوالی؟ داریم توضیح میدیم چرا جدا شدیم. شما خیلی تو دایرکت پرسیدین چرا توضیح نمیدی چرا توضیح نمیدی. شما دعوا و فوش و فوشکشی نکردیم که عزیزم. بقیه فوش و فوشکشی میکنن، میان تو تلگرام به هم وایس میدن، فوش میدن، کات میکنن، پس فردا میان آشتی میکنن. نه اونا ساختگیه. بله اونا به خاطر مغز کوچک زنگ زده است، به خاطر همونه. وگرنه توی برنامه یه سوال ازت دارم. توی برنامه اگه بخوای بگی بزرگترین اشتباهی که داخل برنامه انجام دادی چی بود؟ فان نه جدی واقعا. بزرگترین اشتباه یعنی اگه برگردی عقب این کار کلا نمی‌کردی. همه چی میتونه باشه، شاید اصلا آشنایی با من، هر چیزی که باشه. با یه سریا صمیمی نمیشدم دیگه، با همه گارده رو حفظ میکردم، یعنی با هیچ کس صمیمی نمیشدم واقعا. و اینکه بیخیالتر میبودم یکم. چقدر من بهت گفتم. بابا من مثل تو خونسر نیستم، من زود جوش میارم. بله. بعد جالبه حالا من راجع به کلمه حسودم توضیح دادم انقدر قشنگ براتون توضیح دادم میفهمید که حسود نیستم. اتفاقا نقطه مقابل حسادت رو دارم، یعنی اعتماد به نفس دارم. نقطه مقابل حسادت اعتماد به نفسه و متاسفانه اون مرد زن ستیز شاهین اومد این کلمه رو من گذاشت چون نمیتونست اعتماد به نفس کافی یک زن رو ببینه. من راجع به اینا توی ویدیو یوتیوب اونم میدونه دیگه، با نقشه بود دیگه. از قسمت‌های اول نگاه کنه این می‌خواست بین من و تو رو خراب کنه و این داستانا و این حرفا. توی برنامه نتونست. حالا خدا رو شکر ما خودمون تصمیم گرفتیم از هم جدا بشیم و بازی هیچ کدوم اینا عملی نشد و خیلی هم حرصشون گرفت و اون حسادت کامل رو باید از رأی دادن آخرش ببینی دیگه. خودش الان برمیگرده میگه ماهرخ به من گفت که پژمان دوست دختر داره، اومد گریه کرد، من آرومش کردم و این داستانا. بعد خودش میره میگه من کلی چیز پشت صحنه دیدم، رأی من پژمان و ماهرخه. خب اگه تو اینا رو میدونستی چرا به اونا رأی دادی؟ ما آقا من رأیم میگم میخواستم به فیک ترین رابطه رأی بدم به خاطر اینکه آقا چاره دیگه نداشتم. یادته که میخواستیم رأیمون رو چجوری بدیم که
گفتم من نمیتونم مثلا به پژمان و معارف رای بدم. گفتم اوکی من به پژمان و معارف رای میدم. چرا؟ چون مزخرف ترین کاپل باشن که حداقل رای برنده تاثیر توش نداشته باشه. حالا هر کی این وسط میخواد بگه استراتژی بود، آقا اینم استراتژی منه. اگه رای بی خود دادم، حداقل نه رای خریدم نه کار دیگه ای کردم. اصلا رأی من و تو تاثیر نداشت. نبود. اونجا 2 تا رقیب داشت. من نمیدونم چرا بعضی متوجه نه 2 تا رقیب بود. رقیب دیگه ای وجود نداشت. علی و زهرا، امیر و سودا. رأی من و امیرم که اصلا مهم نبود. قطعا من به رقیب خودم که رأی نمیدم. چه به شاهین بدم، چه به اصغر بدم، چه به اکبر بدم اهمیتی نداشت، چون اونجا 2 تا رقیب وجود داشتن. دقیقاً. قانع کردنش خیلی راحت، ولی خب خیلی‌ها نمیخوان قانع بشن. چون اسمشو میذارن توجیه. خب اون دیگه تیکه‌ای که خانم صالحی صدا کرد ما رو بریم کنار آتیش به عنوان برنده. رقیب رو دیدی چه واکنشی نشون داد؟ ببین خانم صالحی هم دلش نمیومد اسم اونا رو بگه. خانم صالحی که اصلا از علی متنفره، حتی مثل که به عنوان مهمانم علی میخواسته بره فصل 2 گفته این اجازه ندادم. من میرم بیرون. اصلا انگار میخواست خبر فوت اعلام کنه. از پشت صحنه من دیدم تو گوشش گفتن، قیافش به هم ریخت. بعد میخواست اعلام کنه، دلش نیومد اول اونا رو صدا کنه. گفت 2 زوجی که خیلی رأی آوردن، اول ما رو صدا کرد، بعد علینا رو صدا کرد. چون واقعا همه عوامل پشت صحنه من و امیر رو دوست داشتن. اینکه الان همه میان انکار میکنن واقعا از حسادتشونه، از ذات بدشونه. خود اونا هم ما رو بیشتر دوست داشتن، میگفتن این دوتا از همه بهترن. جان ما رو دوست داشتن به جز اصل کاریه. به جز اصل کاریه. ولکان هم ما رو دوست داشت، اون یکی دوست نداشت. آفرین. ولکان هم ما رو خیلی دوست داشت، خیلی احترام میذاشت. حتی هفته آخر یادته به شوخی تو رو هرسش رو در می آورد، میگفت که این هفته اکس شاهین رو آوردم، هفته بعد میخوام اکس امیر رو بیارم. به من میگفتش که کارگردان میگفت سفدا هرچی پسر از بچگی تا الان دیدی میخوام همه رو بیارم تو برنامه، ببینم میخواید با امیر حسین چی کار کنید. ولی خب به هر حال یه سری عوامل هم در این تصمیمات دخیل بودن. یه سری که خیلی، آره. یعنی هدف رو چیدم. ولی خودت هم میدونی، ببین من یه حرفی رو زدم، برگشتم گفتم اگه ما دنبال این بودیم که برنده بشیم، خود من به شخصت یه جمله میگفتم به اینا، خیلی شاید رایشون به من برمیگشت. چه پژمان چه معارخ یه ذره منطقی ترم. حالا اون دوتا که انقدر حسادت دارن نه، ولی پژمان و معارخ باز یکم منطقی تر بودن، رایشون میتونست برگرده به ما. چراغاتو خاموش کردی؟ حالا خواهر من زنگ زدنش گرفته. در مورد کات کردن هنوز دارید میپرسید، صحبت کردیم اول لایف. سیوش میکنم دوباره میتونیم. من اومدم. نه تصویر نداری؟ چیکار کنم بیام؟ چیکار کردی رفتی؟ رو دوربینت بزن یه بار خاموش روشن کن. همین کار کردم. ای بابا چرا نمیاد؟ زنگ زد کلا پرید. آره نمیدونم. فکر کنم یک بار دیگه باید بیام. ببینیم میشه یا نه، نمیدونم. بذار یه بار بزنم بیرون دوباره فرستم برات. دوباره ارسال کردیم بیاد بریم. این اولین لایو مشترک من بلد نیستم مثلا چی به چیه و انقدر همه میگن بله اومد. خوش اومدی دوباره. داشتم میگفتم آها به خاطر حسادت خودشون بود، وگرنه اگه یه جمله بود تو لایو گذاشتم هم گفتم اگه من برمیگشتم بهشون میگفتم ببین شما مگه نمیگی کارگردان با اونا اوکیه، پشت صحنه تیم دارن، خط دارن بهشون میدن، شما از اول برنامه اونجوری که اونا میخواستن بازی نکردین، بازی اونا رو نخوردین. اوکی اینا الان اومدن که باز اینا رو برنده بکنن. اگه شما 4 تا به ما رای بدیم ما برنده ایم. بذار دوباره اینا رو پوزشونو بزنیم به زمین. میتونستم این حرفو بزنم حداقل 2 رای برای خودم از این 4 تا بخرم دیگه، نه یه رای. من اینم نرفتم بگم چون گفتم چون معلوم بود چون آقا جان. اینا قشنگ دنبال همین بودن. علی و زهرا خونسردیشون رو نگاه کن، وقتی وارد شدن مطمئن بودن میبرن.
مطمئن بودن میبرن. چرا؟ از کجا؟ چون بهشون قول و وعده و وعید داده شده بود. آقا کارگردان اومد روبروی ما نشست، برگشت اینجوری کرد. من منتظر بودم بگن رأی نباید بخرید، برش گفت برید رأی بخرید. رأی خریدن آزاده. مثلا مهراد مگه یادت نمیاد اومده بود برگشت گفتش که یکی زنگ زده بود به من، پیام داد از رفیقامون بود، گفت برو به فلانی رأی بده، به نگار، به زهرا و علی رأی بده. یادت میاد اون تیکه رو؟ آره. رفت پیاماش هم به چیز کارگردان نشون داد، پیاماش هم کارگردان عکس گرفت. و آره. ما گفتیم خب الان میاد گوش اینا رو میپیچونه، میگه آقا نباید رأی. بعد فرداش اومد گفت رأی خریدم ببینم. مگه میشه توی یه ریالیتی شو که مسابقه است بیاد کارگردان بگه رأی خریدن مشکل نداره؟ خدا الان عیبی نداره، آه؟ عیبی نداره دیگه، بردن دیگه، خدا مبارکشون باشه. نه یعنی به من میگن سفدا هرس پول میزنی. اولا 1.5 میلیارد برای من واقعا پولی نیست که من هرس بزنم. شاید بچه‌های دیگه از نزدیک ندیدن ولی خدا رو شکر من دارم. این از این. دوم این که من میدونستم علی و زهرا قراره ببرن، چون که ریلکسی علی و زهرا، حرفای کارگردان که رأی میتونید بخرید کاملا تابلو بود. هرس من فقط برای این بود که به اون 4 نفر نمیتونستم حالی کنم. اصلا علت این که من باشون دشمن شدم و گرفتم روشون همین بود. خیلی قبلتر از لب استخر مثلا فهمیدم اینا نمیخوام به من رأی بدن. منم دارن دور میزنن، امیرم دارن دور میزنن، واسه همین باشون افتادم. اونجایی که تناز برگشت گفتش که 2000 آره به من. این پولی نیست، 15,000 تا بدبخت و پول ندیده و فلان. حالا به ببخشید ترانه و بقیه بچه هم داشت میگفت، فقط به ما نبود. بعد یه سکانس از خودش فکر کنم یه روز بعد 2 روز قبل پخش شد که به ماروخ داشت میگفتش که با من یه هفته اینجا بمونم $500 رو بگیرم خیلیه. دقیقا. بعد این آدم الان میاد واسه ما این حرفا رو میزنه دیگه. بگم نون به نرخ روز نمیدونم کافیشونه بگم. حالا من اصلا الان نگران کلوچه های شاهینم با اومدن خانواده تناز. آهای بیبر مامان، اصلا من میام هرس پولیو بزنم که یه سال دیگه کارگردان میخواد بده یا نده. من میگم بیا یه گلریزون کنیم، یه سیف باکس برای شاهین بگیریم کلوچه‌هاش قایم کنه. راجع به شاهین تو ویدیو یوتیوب هم خیلی حرف زدم. 2 تا چیزم ازش گفتم که به احترامش تا الان نگفته بودم. اونا رو گفتم. احترام متاسفانه سر قضیه چیزی که نگفتی که میخواستی بری کست خودت. خواستم اونی که به تو گفته بودم چرا گفتم اوکی. اونم من اینو میدونستم خودم هم نیومدم بگم. گفتم. من مثلا یه سری چیزا رو نگفتم تناز ناراحت میشه. چقدر احمقم واقعا. بابا یه بار خوبی کردی، 2 بار خوبی کردی. الان من یه استوری چند روز پیش باز گذاشته بودم ولی تو رو تگ نکردم. یه عکسی بودش که دور من جمع شده همتون دارین گریه میکنین، من بغلتون کرده بودم. خب مثلا براتون نوشتم آرزوی موفقیت برات دارم ولی تگت نکرده بودم. برای تناز باز نوشته بودم که امیدوارم هر جا هستی موفق باشی و فلان و بسار. فقط مهندسا رو و ماهرخ رو تگ کردم چون فالوشون داشتم که مثلا مراقب خودتون باشین فلان و فلان. این حرف چیز خاصی نبودش. بعد باز دیدم اینو حرفاشو فردا زده، گفتم من چقدر احمقم که باز دارم به اینا احترام میذارم، باز براشون خوبی میخوام، باز براشون محبت میخوام، آینده خوب میخوام. حالا درسته به حرف من چیزی نمیشه ولی دلم پاکه، دارم براشون دعا میکنم. اینا اصلا حالیشون نیست. ببین بابای تناز به من توی این اینستاگرام مسیج داد، گفتش که مرسی که هوای دخترمو داری، توی این روزایی که هیچکی کنارش نیست تو کنارشی. یعنی بابای تناز فهمیده بود که توی این اوضاعی که الان زیر هیت و واقعا هیچکی کنارش نیست من هواشو دارم، ولی خودش نفهمید. آره این حرفو مامان محبود به من زد و مامان سیاوش. چون منم تا الان چیزی در مورد سیاوش نگفتم، چیزی در مورد محبودم نگفتم، ولی اتفاقاتی که داره میفته ولی سیاوش چرا همه رو آنفالو کرد؟ نمیدونم، خاطر یه سری حواشی بود دیگه. حالا نمیدونم دیگه، میخواست تا برنامه تموم شه ببینه داستان چیه، چی به چیه دیگه. اینم خیلی ناراحتم کردین حرکتش دیگه. اصلا بهش پیام ندادم. من فهمیدم دیدم همه رو آنفالو کرده باز سرش به تنش میارزه سیاوش، ولی سرش به نباید تنش میارزه.
نسبت خب حالا میگم به خاطر یه سری که یه سریا ناراحت نشن دیگه همه رو دیگه تر و خشک میگم با هم سوزوندش. میخوای یه ذره اگه کامنت ها رو بخونی جواب چیزی بدی جواب بده ببینیم چه جوریه. مونده بودا میخواستم بگم یادم نمیاد. ببین حالا اینا رو بخون شاید سوالات تو این باشه اگه یادت اومد که خودت بگو. یکی نوشته برگردید به هم. میگه سودا که شاهین رو عقب میشناخت میدونست دوست دختر داره. نه عزیزم من مگه در اون حد میشناختم؟ من کلا منیجر عزیزم. من 2 بار منو فرستاده سر پروژه همین. من مسائل خصوصی شاهین رو مگه میدونم؟ اسم رفیقم میذارید کدوم رفیق؟ میگی فکر میکردی از تناز و شاهین دوست در میاد؟ نه معلوم بود ولی دیگه گفتم حداقل با شاهینی که میگم من 2 بار سلام علیک داشتم حداقل بعد برنامه دیگه مثلا این 2 بمونن. نه با همه رو پاک کرد. بهار رو چی داشت میگفت اون روز در مورد تو دیدی؟ آره اونم ویدیوشو براش گرفتم. اصلا معلوم الحاله راجبش چی حرف بزنم ولی بازم حالا گفتم دلش نشکنه بذار اسمشو بیارم. الان اینجا سوال پرسیده نوشته نظر در مورد بهار چیه؟ من خندم میگیره اون بعدم. کلمه ای که به من گفت اصلا خودشه. خودفروشترین فرد عشق ابدی که سفت خودتی. اصلا چجوری تو میتونی راجع به این کلمه مانور بدی؟ بعد بهار علیوزهرا رو کجا دیده بود؟ بهار وقتی اومد تو برنامه مگه شبا نمیومد با ما حرف میزد میگفت شما بهترین زوجه اینجا چقدر بهترین مهربونی سفدا چقدر مهربونی چقدر خانومی. من به تو چه بدی کردم؟ اونجا همه گرفتن رود با همه دخترها دعوا کردی. روزی که من داشت فقط حذف میشد یادت چقدر صحبت کردیم باش؟ فرداش میخواست حذف بشه چقدر شب قبلش باهاش صحبت کردیم. بعد اون و ما رو فکر کن اومده با نیت بد الان داره مطرح و میکنه. عین نوار بود نمیخواست متوجه بشه ما هرچی میگفتیم حرف خودشو که حفظ انگار کرده بود هی میگفت. آخه اونجایی که با تناز و معارخ دعوا شد تنها کسی که اومد بردتش بیرون باهاش حرف زد کلی صحبت کرد کلی دلسوزی کرد براش من بودم. به چرا مثلا الان میای پشت سر من حرف میزنی؟ تو چه جوی هستی؟ چی میزنی؟ چی بگم والا میگم دیگه الان از هر کسی انتظار زیادی نباید داشته باشی نسبت به ظرفیتشون. بعد هی خانم صالحی برمیگشت میگفتش که چی یاد گرفتید از اینجا چی با خودتون بردی بابا چی باید ببریم از دست اینا پدرمون رو در بردن. الان هم پدرمون رو در بردن. خانم صالحی بیا نگاه کن ول نمیکنن. اتفاقا راجع به اینم باز تو لایوم تو ویدیوم گفتم که آقای کلاغ اومده میگه که سودا انقدر بدبخت کینه فلانه با هیچکی دوست نیست. عزیزم کارگردان اینجاش کار میکنه 20 تا تایپ شخصیتی مختلف آورده انداخته تو ویلا که با هم جنگ کنن. من یه آدم نرمالم که بعد عشق ابدی مسیرم رو جدا کردم دارم مسیر خودم رو میرم. تو نرمالی که 20 نفرم فالو داری با 20 نفرم دوستی. چه دوستی؟ پشت سر همه بد میگی تروشون قربونم چاکرم. میری پشت سر نگار میگی فلان میای تروش میگی فلان. نه دیگه تو دورویی تو مشکل داری اونی که سالمه اتفاقا منم حالا با ریزترین جزئیات بهت پرداختم. صبر کن. دارم برام لایومون رو فرستادن میگم ببین داریم لایوتو نگاه میکنیم. اصل کاری کیه؟ آتیلا نه آتیلا تو با کی مصاحبه کردی مصاحبه چیه؟ برای عشق ابدی؟ آتیلا بود. بعد به من میگن که شاهین تو رو معرفی کرد. اصلا شاهین از کست حذف شد. شاهین وقتی عکس‌ها رو براش فرستادم عکسامو فرستادم برگشت گفت من چیز شدم دیگه نیستم تو کست لطفا بفرست برای آقای آتیلا. من دوباره فرستادم برای آتیلا و من با این ایشون تازه حذف شده بود انقدر ادعا داشت. و اینم من دوباره توضیح دادم اینجا هم الان میگم که اگرم منو معرفی کرده بود کمیسیون تو میگیری. مثل املاکی میمونی که خریدار رو به فروشنده وصل کردی. یه کسی که املاکی اومده خونه خریده تا آخرام نمیتونه بگه که من خونه دارت کردم و من خونه دارت کردم. نه عزیزم تو یه معرفی پولت هم گرفتی منت چیو میذاری؟ حالا ببخشید اون که فقط یه خودکار نویس بود فکر نمیکنم همچین کاری هم باشه ولی
در کل پس خلاصه مصاحبت با آتیلا جان بود شما. آره یه بار دو بار چند بار رفتی مصاحبه؟ یه بار حضوری تو رفتم. تیزر رو دیدی یا کسی بهت معرفی کرد؟ 2 بار مثلا حضوری، یه بار ویدیو کال. تو تیزر رو دیدی یا چی شدش؟ من نحوه آشناییت با این برنامه؟ یه گروه بود توی واتساپ که همین شاهین توش بود. چیزا میاد دیگه، فراخوانا اعلانا میاد، یه اعلان اومد اینجوری شرایط 40 روز باید یه جا بمونید در نیای، اینجوریه. گفتم چه چیز خفنیه، چه دارکه. همونجا بود که با دستای خودم سرنوشتم رو عوض کردم، عکسامو فرستادم و شاهین گفتش که اوکی شدی ولی من دیگه نیستم با آتیلا در ارتباطی. مثل اینکه دیدن عضو کوچیک حذفش کردن اصلا. نوشته میکروفون زهرا رو تو برداشته بودی یا کی برداشته؟ من برداشته بودم؟ نه سوال اینجا. من چه میدونم کی برداشته؟ اوکی. ما خودمونم نفهمیدیم. آخرام متوجه نشدیم کی برداشتش. من اونجا انقدر گیر دادم گفتم که آقا کسی که این کارو میکنه یعنی دستش کجه، حتی برای جنبه فان و سرگرمی هم یعنی دستم کجه، باید دوربینا چک بشه، شاید وسیله اما دزدیده بشه. ولی خب نکردن این کارو. چی رو؟ قرمه سبزی ها رو یادت مگه چیز کردن؟ قرمه سبزیایی که گرفته بودیم آره ویدیو چک نکرده بودن، آخرم پژمان یادش رفته بود کجا قایم کرده بود. جن داشت ویلامون بچه. نه دیگه آخر خود پژمان قایم کرده بود یادش رفته بود کجا قایم کرده آره بود. قرمه سبزی بعد از 3 روز قرمه سبزی رو پیدا کرد. چرا پریسا نیومد رای بده؟ خب مشخص بود اینا گفته شده، حال نکرده دیگه. صحبتی اگه در مورد خودمون اگه چیزی هستش که سردام الان هست میتونیم تمام شدن بپرسیم. برنامه چه اتفاقاتی افتاد؟ بعد تمام شدن برنامه اومدیم خونه استراحت کردیم، بعدش اومدیم پیش همدیگه با هم عشق ابدی رو نگاه کردیم، معاشرت کردیم، مهمونی رفتیم. در مورد اینکه ببین من یه چیزی خیلی مون تو دلم، میدونی توی برنامه وقتی که تموم شد داشتیم چمدونمون رو میذاشتیم مثلا تو همون مینی بوسه که بچه‌ها میگن مینی بوس، ما یه جورایی یا به شخصه بخوام بگم که قشنگ فقط ما انگار مظلوم بودیم، میدونی، چون که هیچکی از پشت صحنه به جز بچهای ایرانی گروه ترک هیچ کدوم مثلا با ما هیچ ابراز همدردی، هیچ خسته نباشید آنچنانی من ولی از هیچ عوام کدومشون. ایرانی کردن دیگه. ایرانی میگم کردم، به جز ایرانی میگم ترکا هیچ کدوم. اینم فقط برمیگشت به این که خودشون بسته بودن و خیلی کارهای دیگه، به خاطر همین انگار که ما دشمن بودیم قشنگ و اومده بودیم اونجا رو غصب کنیم. صابخونم که زیاد شدم من. اصلا ببین همین 2 تا صحنه ای هم که من گرفتن مثلا پخش شده اونجایی که نمیدونم مو رفته تو دهن تو، من با ترانه بحث چه جوری گرفتن. ببین مو رو اصلا من ندیده بودم، کات دادن ما رفتیم بالا گفتن مو رفته بود دهن امیرحسین، ترانه در آورده، تو چرا ریاکشن نشون ندادی؟ گفتم خب در آورده چیکار کنم، مگه دوست پسر 20 ساله منه، تازه داریم آشنا میشیم، اونم حتما نیت بدی نداشته. نه برو ریاکشن نشون بده، غیرت داشته باش. گفتم اوکی، اومدم پایین ریاکشن نشون دادم، بعد کات میدادن. نه با عصبانیت بیشتر یه ذره هیجانش رو بیشتر کن. یعنی تمام اون چیزایی هم که گرفتن یه جورایی میتونم بگم به زور بود، یا پشت سر فلانی کات میدادن. سردا چقدر چرت و پرت حرف میزنی، راجع به خودتون میگی، راجع به ترانه صحبت کن، راجع به مثلا نگار صحبت کن، راجع به اصلا ایکس صحبت کن. همین سوال پیش اومده بود، میگفت آقا چرا هیچ محتوایی از مثلا نمیدونم رابطه و عشق و دوست داشتن و نمیدونم اینجور چیزا حرف نمیزنید به جز اینکه فقط تو دیتاتون شاید حرف بزنید. خب نمیذاشتن. ما اگه میخواستیم 4 تا چیزم از هم بدونیم خانم صالحی هم هیچی در جریان نبود، یهو میومد میگفتش که خب مثلا سپدار چقدر شناختی، خب فلانی مثلا چقدر شناختی. بابا اصلا اجازه نمیدم ما به جز اینکه تایم دیگه آف میشد فیلم برداری تموم شد بیشتر از این همدیگه رو بشناسیم. مثلا 40 روزی که اونجا بودیم، 35 روزی که اونجا بودیم، عین کل روزا رو امیرحسین هر روز صبح برای من 2 مدل صبحونه درست میکرد بعد خانوما جاشون تو آشپزخونه بودا که یادته؟ یکیشو همون لحظه بخورم، یکیشم بذارم یخچال که مثلا بین
صبحونه تا ناهار چون تایم طولانی بود، چون ناهار ما رو عصر میدادن، من قندم نیفته، ضعف نکنم، غذامو برم از توی یخچال بردارم بخورم. 2 تا صبحونه هر روز برای من درست میکرد. چرا یه روزشو نشون ندادید ما اونجا داریم مثلا به هم عشق میدیم، عشق میگیریم، صبحونه درست میکنه برام، چرا مثلا اون نشون ندید؟ ولی کافی بود اونجا مثلا ما داریم یه کاری میکنیم که زن ستیزی توشه، توهین توشه، بی احترامی توشه، سریع اونو پخش میکنن. سودا تو چرا لوح یادگاری برنامه رو بردی؟ کی ببره؟ که چرا نذاشتی حتما من ببرم. ادریس نمی‌دونم. اومده میگه یه بنده خدایی برات امیر 2 یورو زد، فقط بهت فش میخواست بده. خب بده. 2 یورو واریز کرد، فقط میخواست فوشش خیلی پررنگ باشه. خدا نجاتتون بده. دیگه ادریس دمت گرم. یعنی همه دعوا الکی بود. دعواها ببین تو رو توی بازی مینداختن که دعوا کنی و یه سری جا هم ریاکشن رو ازت میخواستن. ولی اونجایی که در مورد میلاد بحث شد و این اتفاقات، اینکه گفتن حالا امیر پشت صحنه حتی بیشتر از علی پیشنهاد داد که بالاخره خب رأی میلاد. یادم اومد چی میخواستم بگم، اینو ببخشید. می‌خواستی بگی؟ نه راجع به این بود. تناز دروغ بعدیش اومده میگه که سودا پشت صحنه اومد به همه گفت میلاد خواسته رأی بخره و امیرم رفت یه جو روانی رو راه انداختن که میلادو بدنام کنن. حتی اینا به محدثه گفتن. بابا علی به محدثه گفت، تو دوربین گفت. من اصلا قایم کردم. من 1 روز تمام خودم رو خوردم، گریه میکردم، تو حیاط پشتی با تلفن حرف میزدم، به خارج از برنامه مثلا بچهای عشق ابد به خانوادم زنگ میزدم، گریه میکردم، به کسی نمیگفتم. بعد من اومدم جو خراب کردم. تو چقدر دروغگویی دختر. میخواد منفور بودن خودشون پخش کنن. یه قضیه تبلیغات تو تنها چه تو رستوران، اونم توی چیزم توضیح دادم ولی چیز خاصی نبوده. میگم مهراد کلا 2-3 تا چیز پیدا کرده که بیاد مثلا بخواد منو بزنه. میگم تناز اصلا من یه تبلیغ برات گرفتم. مهراد میدونی از چی میسوزه؟ اینکه نتونست از تبلیغات پول در بیاره. همش اینجا میشست حسودیش میشد. میگفتش که چرا همش تبلیغ داری؟ برای منم 2 تا تبلیغ بگیر. اون شبم چون مفت اومده بود خیلی یه دفعه حتی به من زنگ زد گفتش که تو به فلانی گفتی چیزیو. گفتم چیو؟ همون قضیه یاد باشه. حالا بعدا اینو بهت میگم. خلاصه زور بهش اومده بود، مفت اومده. من و تنازم عزیزم رستوران هر چیزی که داد تقسیم کردم. همین. یه چیز معادله ساده. من میگم توضیح دادم نمیذاری دیگه. من ویدیو یوتیوب من نمیذاری. همه رو اینجا لو دادم. خب بذار دیگه، چیزی نیست. بذار تو ویدیو یوتیوب خودت بگو. آره. ولش کن. یه چیز دیگه اینجا بگو. چیا میخوای بگی تو ویدیو یوتیوبت؟ راجب شاهین مثلا اونا زدن، اومدن زدن، من اومدم جوابشون رو دادم. شاهین زده، آقای گلابی، خانم آقای گلابی، آقای کلاغ، اینا زدن، من اومدم جوابشون رو دادم. آره. خب یه سوال کلا چیز، الان رفتم تو فاز مصاحبه طوری. یه رفتار زشتی که داخل برنامه کردی اگه بخوای درستش کنی، یه کاری که اشتباه به نظر خودت بوده اگه بخوای برگردی عقب درستش همون کنی. کاری که گول حرفای شاهین رو خوردم، خواستیم مثلا هیجانیش کنیم، اومدیم اله و دانیال و زبدری حذف کنیم، اون تصمیم رو گرفتیم. ولی ببین توی مثلا یه جایی از چیز شروع کننده خود شاهین بود، منم دیدم. خب من نبودم، بعد اضافه شدم. ادامه دهندش ولی خودت بودی تو اونجا. خب آره دیگه. یعنی تو هم افتادی قشنگ تو ادامه بازی اون. ببین یک صحنه از حرفای من و شاهین پخش شد. قبلتر از اون صحنه شاهین بارها و بارها پشت صحنه منو تحریک میکرد، همونجور که تو رو بر علیه علی تحریک میکرد، منو تحریک میکرد که بیا این کارو کنیم، بیا هیجانیش کنیم، بیا فلان کنیم و اینا. جو مسابقه بود دیگه، جو رقابت جویی بود. یه جایی دوست داشتی مثلا چجوری بگم، یه کاری بکنی که خیلی مسابقه بامزه بشه. اون لحظه به اون جنبه که داری یه کار خیلی بد میکنی واقعا فکر نکردم و گول حرفاشو خوردم. من تهمتم نزدم
این پیشنهاد از سمت شاهین بود، تحریک کننده شاهین بود. اون صحنه‌ای که شما دیدید ما تو حیاط نشستیم داریم حرف میزنیم و بعد 100 بار تحریک کردن شاهین بود. آره چند روز بود دقیقا دم میومد میگفت برو اینو به علی بگو، علی اومد اینو گفت، علی نذاش بیام پیش تو، من به علی اینو نگفتم امیر داره اونجا گریه میکنه داستان. ولی خب علی هم گردنگیرش خراب بود میدونی. اون که ولش کن کلا. آره علی هم گردنگیرش خراب بود. تو لایوم بود باحال بود، زنگ زد. آره دیدم اونو یه تیکه تو اکسپلور. دیگه سوال بهترین تیکه‌ای که خاطره داری از برنامه؟ بهترین تیکه‌ای که خاطره دارم چه میخواد؟ دیتمون. دیت سوشی یا نه دیتی که رفتیم غذای ایرانی خوردیم، بیرون رو دیدیم، ذوق زده شدیم، تو راه حرف زدیم، خواهر دیدیم، کلا روز خوبی بود. آره اون قشنگ بود. اگه برمیگشتی توی نیمه نهایی آخر رأی میدادی به رفتنشون یا باز به موندنشون؟ به رفتنشون. راهینا تناس به رفتنشون. بیشرفی اگه رأی ندی. 2 بیلیاقت رو درجا حذف می‌کردم. ولی خب اگه بازم حذف میشدن همین گندکاری رو ادامه میدادن اینا. مهم فقط نهایتا یه 400-500 دلار کمتر گیرشون میومد. آره یه هفته کمتر میموندن. نوشته الان امیر بد شد. الان من راجع به بازه زمانی هم یه توضیح بدم بچه‌ها. موقعی که من با امیر کات کردم رابطمون تموم شد، 3 ماه بعد من با مهراد وارد رابطه شدم. چون شما توی 1 ماه در حال دیدن عشق ابدی رو دیدید، زمانتون با ما فرق میکنه. من توی 1 ماه با 2 نفر نبودم، هیچ وقت تو زندگیم نبودم. با امیر رابطه تموم شد، 3 ماه بعد که فکر میکنم نرماله، شما هم همینی که وقتی رابطه طولانی نداشتم هم 6 ماه بشینم وایسم 3 ماه صبر کردیم. بعد حالا یه آقای اومد ما رو گول زد. اشتباه کردم، یه لکه ننگی تو چه جوری زندگی گولتون زد؟ میشه بازش کنید اینو؟ مظلوم نمایی که به من میچسبونه. دقیقا با مظلوم نمایی انقدر نشست از قصه عشق خیالی خودش گفت که تازه الان فهمیدم عشق خیالی بودا. تو برنامه دیدی که شبا مخ منو کار میگرفت یک سره خیلی گریه کرد اون شب یادمه. آره همونا رو کیشکی قدر عشق منو نمیدونه، فلانه بیساره اینا. حالا میگم جزئیات بیشترشو توی لایو خودم گفتم. لایو نوشته در مورد این میگه با اردیبهشت یعنی با امیر تموم کردی و با مهراد 3 ماه بعد اوکی شدی. ولی برنامه که اردیبهشت تموم شد دقیقا فکر کنم یه هفته 10 روز بعد از برنامه ما کلا 10 روز یه هفته 10 روز. نظرت راجع به سیاوش گفتیم در اول لایو، اوایل لایو تو برنامه میدونستیم بهار شوهر داره؟ نه ولی یه تیکه مهراد اومد گفت بعد از اینکه میخواست رأی بده برگشت اومد گفتش که این یکی شوهر داشت. دیدی اون قسمتو؟ آره همونش هم بهار بود دیگه. آره دیگه هی میگه از امید بگو. بابا نمیدونم امید کیه. امید و یکی گفته دیگه، فردا هم یکی میاد میگه کامبیز. شنونده باید آقا بشه. راجب ترانه نظر راجب میلاد یه چیزی رو بگم. من پیروزم در موردش تو لایو هم گفتم من این قسمت 99 که دیدم باز برای میلاد ناراحت شدم، بغض کردم، با اینکه میلاد و من بعد از اتمام برنامه دیدم و این حرفا، ولی این اواخر من میلاد رو 2 جا دیدم باهاش اصلا سلام علیک نداشتم اصلا، با اینکه فاصله مثلا وایسادن اونم با فاصله یه متر بود ولی اصلا با هم سلام علیک نداشتیم. ولی قسمت 99 که دیدم انقدر ناراحت شدم، باز پیام دادم بهش گفتم من دلم برای اون میلاد داخل برنامه تنگ شده.
میدونی یه ذره عوض شده منم به نظر من. میفهم قطع و بهت وصل هی شدی دارم این صدا. هیتا داری آره الان. آره دارم. چی؟ میگم منم به میلاد وایس دادم گفتم که میفهمم الان زیر هیتی، میفهمم الان اذیتت میکنن تو دایرکت ولی میگذره، فراموش میشه، خودتو ناراحت نکن و ابراز همدردی کردم باش. ببین همون جور که خیلیا رفتن با کارگردان صحبت کردن یه سری تیکه ها رو حذف کردن دیگه، بودی تو برنامه دیدی چیا حذف شده دیگه. شیک زدن ها و اتفاقات دیگه ای که بود. میلادم میتونست این کارو بکنه، خب بره صحبتشو بکنه فلانشو بکنه که بخوان این تیکه رو بردارن حذف کنن. حتی من خودم به شخصه با پژمان رفتیم صحبت کردیم، نمیدونم تو در جریان بودی یا نه، رفتیم صحبت کردیم گفتیم این تیکه رو اگه امکانش هست نذارن که یا آبروش نره، ما مثلا این گوش اتفاقی نیفته، تحت فشار نباشه. ولی خب متاسفانه ماها برش شاید بقیه رو نداریم چون نمیتونیم خوب بمالیم سر همین قضايا. دقیقا. دیروز بگو کیو دیدم. یکی از تفاهم‌های ما همینه، جفتمون مال نیستیم. دیروز محمد رو دیدم توی رستوران. به من چیز کرد، پیام داد، گفتش که سلام خوبی کافم، یعنی نوشت سلام خوبی، بعد من جواب ندادم چون که در حال ضبط همین ویدیو یوتیوب بودم. بعد الان 2 ساعت پیش نوشتم محمد ببخشید من دستم بند بود کارم داشتی، گفتش تو کافه بودم میخواستم ببینمت، فکر کنم ایوادم کنم یه ببینم. چیز دیگه الان سوال پرسیدن یادم افتاد در مورد صدا و سیمایی که بودی میگی اگه دوست داری، چون آره من اصلا خودم نه میدونستم نه چیزی گفته شده بود. اگه دوست داری اولا اینکه مثل همینجا که گروه و اینا هست توش فراخوان میزنن اونجا هم فراخوان زدن. فراخوان راجع به اینکه نقد بشه، حجاب اجباری نقد بشه. اگه اون چند قسمت رو کامل گوش بدن، من تو 20 خورده سالم بود انقدر جسارت داشتم که بخوام برم توی برنامه‌ای که بحث آزاده شرکت کنم و انگارم که به ملحق شده بود قرار خودم یک روزی مثلا شناخته بشم. چون اونجا برگشتم گفتم چرا کسایی که از ایران میرن حجاب ندارن وقتی برمیگردن ایران اذیتشون میکنین، اصلا اینا رو نمیان چرا بذارن؟ سوالایی که دارم از اون کارشناس اونجا مثلا میپرسم. و اینکه من پولی نگرفتم اصلا رفتم، من تئاتر کار میکردم اون موقع و یه مصاحبه‌ای بود که فقط نقد بود و یک جمله منو اومدن تیتروارانه شیر کردن. کجا؟ اونجایی که برگشتم گفتم حداقل‌های چارچوب یک جامعه باید رعایت شه. منظور این بود که تو با بیکینی تو خیابون نمیتونی بری، نه تو ایران با بیکینی میتونی تو خیابون بری، نه تو ترکیه میتونی با بیکینی تو خیابون بری، نه تو اروپا کسی میره. منظور از اون حداقل این بود و من بارها تو اون برنامه گفتم که زن باید پوششش آزاد باشه، هر چی دلش میخواد بپوشه. یکی دوست داره تیشرت شلوار بپوشه، چرا اصلا حجاب هست، به چه دلیل هست؟ برید کامل گوش بدید، همش گفتم چرا چرا چرا. من هیچ جا نیومدم تایید کنم، اگر تایید میکردم که میموندم. چند که خب سالت بود گفتی 22 سالت بود اون موقع؟ سنم کم بود یعنی مثلا 10 و سال پیش بوده؟ باید برم تاریخش رو نگاه کنم، خیلی قدیمیه. حدودی مثلا 10 سال پیش بوده دیگه. آها 99 نه 99 20 که سال 5 برگشتن سال 6 سال 98 99 که اومدن یه سری چسبوندن به وقایع مثلا چیز اون موقعی که جوونای ما، نه عزیزم من خودم جوون اون مملکتم که با داغدار شدن هر کدوم از اون بچه‌ها اشک ریختم که این اصلا مسابقه ربطی نداره، 3-4 سال قبل بود. و اینکه کامل اومدم نقد کردم، هی گفتم چرا اذیت میکنید، چرا نذاشتید، چرا نمیذارید، که اگه غیر این بود من خارج نمیشدم. چرا خارج شدم؟ چون راحت نبودم. میگه که در مورد بهداشت اونجا بگو سودا، اونجا و منظور برنامه است. اگرم تا الان توضیح ندادم چون که من الان یه آدمیم که ما هممون بچهای عشق ابدی زیر ذره بینیم. کوچکترین حرف ما باعث میشه خانواده ما تو ایران اذیت میشن. من بیام اینجا حرف بزنم، خواهر من فردا تو دادگاهه، همون جوری که حسابای منو بلوکه کردن،
سیم کارت منو سوزوندن، هر چی به نامم بود و بلوکه کردن. بعد عشق ابدی خواهرم رفت چیز داد، امضا زد که فلانه بیساره. الان حسابات درست شده؟ آره که این بچه سیاسی نیست، رفته توی ریالیتی شو شرکت کرده. اصلا به سیاست چه ربطی داره؟ من بخوام بیام اینجا کوچکترین حرفی بخوام بزنم، خانواده من اونجا تو عذابن. من برای اینکه تو مخاطب رو راضی کنم باید به خانواده خودم صدمه بزنم. خب تو اگه یک ذره فکر کنی متوجه میشی، بری مصاحبه رو کامل گوش بدی متوجه میشی. وقتی تقطیع شده میای نگاه میکنی، پرستوی نظام. نوشته چرا واقعی بودین پس کات کردین. چه ربطی داشت؟ چه ربطی داشت؟ من یه حرفی زدم براشم، گفتم ببین من 7 سال زندگی مشترکم بود جدا شد، یعنی پس فیک بودم. جدا شدن دیگه جزوی از زندگی، حتما اتفاق نباید تا آخر عمر بیفته که منم 7 سال زندگی خیلی خوبی داشتم، اتفاق افتاد یهو جدا شد. نوشته یه مگه رابطه پرستار نبودی؟ چرا تو فراخوان صدا و سیما بودی؟ عزیزم من از هر انگشتم یه هنر میریزه. من باشگاه میرفتم، کارهای هنری میکردم، تئاتر میرفتم، درسمو میخوندم، بیمارستان میرفتم. عین تو مغزم روی کار که فوکوس نمیکنه. تک سلولی که نیستم. خب من پرستار بودم، هم تئاتر میرفتم، هم تو گروههای بازیگری بودم. چه سوالایی میپرسی؟ نوشته امیر تو خودت گفتی من بعد برنامه دیگه سفدار رو ندیدم، الان میگی 10 روز. من کی همچین حرفی زدم خانم مریم؟ از خودت حرف الکی در میاری. میگن دیگه بگید. شما هم میگید، شما هم یه لنگه مثل خانم تناس. دروغ بگی شبیه همون میشی. آب گرم داشتی اونجا؟ ببین راجب آب که خودت میدونی 2 نفر میرفتن بعدش سرد میشد، یخ میشد. تو هم همیشه جزو نفرات آخر بودی، همیشه من دوش خودم میگرفتی. بارها اینجوری دوش گرفتم ولی خب گرفتم. یه روزی بودش اگه یادت باشه تو رو آماده نکردن، گفتن دیر بیا. آره که روانمو به هم. اون دیگه لج قشنگ کارگردان دیگه بود دیگه، با ما قشنگ. آره ما رو اونجا خیلی اذیت کردن. چون چیزی از ما در نمی آوردن. حالا خوب چیزایی هم در آوردن الان. دیگه اونم سر و تهش رو زدن تا اینا رو در آوردن. آره سر و تهش رو زدن، 4 تا دعوا و بحث در آوردن که این منفور بودنه یکم پخش بشه. نوشته تناس خیلی چیزای صادقانه در مورد شما گفته، دروغگو شمایید. عزیزم توی خونه من امیر با تناز و شاهین ویدیو کال کرد بعد از فینال. کی دروغگوه؟ تناز یا ما؟ تناز دروغگو. دیگه شما میگین عشق ابدی رو تو خونه سفدا با هم دیدین، چجوری 3 ماه بعدش با مهراد بودی؟ عزیز من میگه چی؟ میگه این دوتا پیش هم؟ برو اتاقتون نشون بده اینا رو همه. به هم ریخت از خونه. میگه شما میگی امیر عشق ابدی تو خونه شما دیده، بعد چجوری میگی 3 ماه ما کات کردیم؟ قسمت‌های اول و عزیز دلم چند ما قسمت. اردیبهشت برنامه تموم شد، ما قسمت آخر برنامه که داشتیم فیلم برداری می‌کردیم داخل جزیره بودیم، قسمت 1 در اومد. فینال که ما داشتیم برگزار می‌کردیم برنده مشخص شد، قسمت 2 در اومد. درسته دیگه؟ فرداش که من خونه خودم بودم قسمت 4 و 5 و 6 و 7 اینا که در اومده بود، ما همه اینا رو با هم دیدیم. حتی یه قسمت هم خونه مهراد جمع شده بودیم با نگار داداش بود. آره که استوریش هم هستش. اصلا من عکسشو دارم. آره عکس اونو خوب میذاریم. ولش کن. اصلا تاریخ دارم، من نشون دادم تو لایوام قبلا، گفتم نگاه کنید این روز یه عکس داشتم تو این روزا نشون دادم. میگه خدای مسخره کات کردن. عزیزم بعضی اوقات یک رابطه ها سر دعوای کوچیکی کات میشه و اینکه ما دیدیم یک سری اختلاف نظرهایی داریم که مقابل همه. من یه سری چیزا میخوام، امیرم یک سری چیزا میخواد، ولی این خواستن ها مقابل هم قرار میگیره از نظر احساسی. این اکثر یادته؟ آره زلزله اومد و بیرون نشستی. اینم نگاه کن پشت سرته. دیگه
رأی بی ربط دادی. رأی با ربط که 2 نفر بودن، من و امیر و علی و زهرا. به علی و زهرا رأی دادم. ببین اینو آره این خونه مهراده. خونه مهراد، تاریخش هم بالا نوشته، تاریخش 2 می. من چون همه چیم تو این گوشیه نمیتونم الان همزمان نشون بدم. و این عکس برای که این عکس همون سرویساییه که اینا میگن مینی بوس داشتیم میرفتیم، شما داشتی وسایل جمع کردی بیاریم بذاریم تو. این عکس 30 آپریله، یعنی 2 روز قبلش. دیگه شنونده باید عاقل باشه. چتا هم هستش داری میای اینجا پیام آره چطور هم یه سریاشو دارم. دارم میام و اینا، اونا هم هستش. میگه مثلا دیگه قشنگترین اگه آدم عاقلی باشه، دروغگو نباشه، من از خونه تو زنگ زدم به تناز و شاهین و قضیه نگار رو برگشت گفت که گفت من نگار رو از تو گوشی شاهین بلاک کردم. آخه اصلا چرا با کات کرده بودیم میگیم همون شب کات کردیم، بعد یعنی ما دیگه اینقدر یعنی همونجا همون لحظه کات نه ما ببخشید خیلی ما آدمای خیلی مهمی هستیم و داریم دروغ میگیم. آقا 2 تا آدم عادیم چه دروغی داریم؟ اگه مثلا دروغ بگیم چه منفعتی داره؟ پول قراره برسه از این دروغ ما؟ یکی دیگه اگه میاد دروغ میگه شاید یه منافعی داره. ما نمیایم دروغ به اونا بگیم، ما داریم حرفایی که یکی داره دروغ میگه ما داریم خودمون در موردش صحبت میکنیم. نمیایم بگیم آخ پس تو چرا فلان جا این کارو کردی. اون دنبال ویوه که داره این زرا رو میزنه. فکر کن نیم ساعت داریم حرف میزنیم بعد دوباره میگه چرا کات کردید. عدم تفاهم. کنار هم زیبایید. مرسی. نظر در مورد محدثه. با محدثه در ارتباطی؟ الان با کدوم از بچه‌ها در ارتباطی؟ ارتباط نیستم، میتونیم بگیم فالو دارم. من الان فقط زهرا و محدثه رو فالو دارم. هیچ کی دیگه رو نداری؟ نه. یه اخلاق بد منو بگو تو درون برنامه. داخل برنامه. دایی شیرین تر از مادر بودی برای بقیه ولی برای پارتنر خودت نه. یه اخلاق خوبم. اخلاق خوبت خوبترینشو مثلا دارم ببینم کدوم بود. این که انقدر زیاده داره میگرده. شادم نیست. بله بفهم. خب نیست که هیچی. بریم سراغ بعدی. دلسوز بودی، مهربون بودی. کجا رو تو برنامه من اشتباه رفتم از نظر تو؟ تو فقط باید 0 تا 100 پشت سر پارتنر خودت می بودی. چرا؟ چون مخاطبا دارن به ما میگن چفت باش، چل باش، مفنگی باش، بددهن باش، بیشعور باش، ولی پشت پارتنرت باش. دیدی که الان آقای محمود یعنی فوش بکنم، فوش بدم، بزنم، کبوت کنم ولی پشت. نه آره دیگه همون. تو دلسوزیت برای بقیه باعث شد از یه طرف خودت هیت بگیری، از یه طرف هم بیان بگن حواست به پارتنرت نیست. این دلسوزی هم جنبه خوب داره هم جنبه بد. بعد دیگه بهترین جایی که داخل برنامه رفتار کردم الان میگه نیست. بهترین جا اون جایی بود که همون چند روز مونده بود به همون رای گیری و اینا کلا انداختی تو سرازیری و با هیچکی کار نداشتی. دیگه حکم تیر داشتی، به کی تیر میزدی؟ یه تیر کمه بابا. 3 یه تا تیر تیر داشته داشتی. باشم کلاغو خفش میکنم انقدر غارغار نکنه، ولی تیر زیاد نیاز دارم. 2 تا داشتی، دومی و سومی. 3 تا بگو. دومی و سومی تناز و شاهین. چون ببین دوست اگه قرار ضربه بزنه خیلی سخت تره، با همونو بزنی بکشی. با پژمان در ارتباطی هم؟ نه هیچ.
تو هم مثل من پشیمونی از احترامی که بهش میذاشتی یا نه؟ والا اصلا نظری راجبش ندارم، توضیح هم پشیمون که اصلا صمیمی نمیشدم باش، وارد اونجا خیلی دیالوگ نمیشدم، خیلی حرفامو بهش نمیزدم از زندگی اجازه دارم یه چیزی رو بگم؟ آره. با اون دوستت که داشتی صحبت میکردی خب بگم دیالوگشو چی گفتی یا نه؟ که پژمان اصلا پشمان اصلا دکتر نیست، کی دکتر شد ما نفهمیدیم. هم تعجب کرد بنده خدا، ولی کلا نمیخوام صحبت کنم راجبش، ولش کن. دیگه سوال دیگه اگه چیزی مونده بخوای اضافه کنیم، وقتت هم زیاد گرفتم، 73 دقیقه شد. نه بچه اگه سوال دیگه ای دارین که فکر میکنین جواب ندادیم بپرسین، چون من دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه. بپرسیم. سبزا شغل چیه؟ الان از چرایی درآمد داری؟ دیگه الان میشه گفت اینفلوئنسر دیگه. میگه چرا پس الان که با هم حرف میزنین همون فالو نمیکنیم؟ الان امروز من شخصا صحبتایی که دیدم، استوریایی که دیدم، یه سری مصاحبه کردن این ور اون ور، حواشی برای من فرستادن، خود سبدا هم برام فرستاد، با هم صحبت کردیم، گفتیم بیا یه لایو با هم بذاریم که یه ذره دهنه اینا رو ببندیم که اینقدر دیگه ببخشید زر نزن، چون فکر می‌کردن ماها دیگه نمیتونیم با هم در ارتباط باشیم، ماها دیگه نمیتونیم اتحاد همدیگه رو داشته باشیم، پشت همدیگه رو بگیریم، در حالی که ببخشید شماها درسته رفتین زیر یه سقف، درسته شاید از یه جیب دارید می‌خورید، ولی جیب همدیگه رو اگه باشم خالی می‌کنید. آه که خیلی مینویسه از سونیا و حتی کلاغ هم اومد استوری گذاشت که انقدر بیشوره، میاد میگه در که مورد من گذاشت مهراد گفتش که تو منو با امیرم میخواستی در بندازی، یادت دنبال مدرک بودی که ثابت کنی امیر دوست دختر داره؟ آره، چون تو تناز و شاهین گیر داده بودید که بیا امیر رو بزن، دوست دختر داره. گفتم اوکی، اگه دوست دختر داره مدرک بدید به من با مدرک بزنمش. من بدون مدرک میام میگم سونیا دوست دخترت، آقا داره میگه دوستمه. من کنار سونیا قرار گرفتم، سونیا منو دید، من اونو دیدم، میگه دوستمه. من چه به زور بیام بگم دوست دخترته؟ اگه تو مدرکی داری نشون بده من امیر رو بزنمش. بعد با همون اومده داره استوری میذاره که آره اتفاقا میگم این آدمیه که پشت همه حرف میزنه، تو روشون یکی دیگه است. اون موقع که با من وارد رابطه شد اینجوری کرد، امیر زیر هیت بود، الان دیگه بدتر رفت زیر هیت. کاری که من با امیر کردم اسرائیل با ایران نکرد. الان امیر بیچاره شد دیگه، همه به امیر میگن خاک تو سرت فلان، من با تو وارد رابطه شدم. بابا تو آدمی هستی پشت سر همه حرف میزنی. من یادم نرفته خیلی از حرفایی که زده، ولی خب هیچ وقت نمیام بگم، میگم حداقل یه ذره جاهایی که داری ادعای حرفای منطقی میزنی، نمیدونم درک و شعور و منطق میزنی، حداقل یه جاهایی هم به خودت رحم کن، چون پیش ما هم خیلی حرفا زدی، ولی ما عین شما نیستیم. شاید آقا خانم دوست رحم عزیز کرد به خودش، دهن منو متاسفانه بد باز کرد. حالا مقداری باز کرده، خودش ببینه متوجه میشه چه چیزایی میدونم که فقط در مورد ببخشید میونه کلمات خواهش دستم گل نگردم، در مورد کات کردن صحبت شد، در مورد اینکه چرا با هم نیستیم صحبت شد، نمیدونم دست میگیری؟ بعضی اوقات دست میاد بالا ناخودآگاهه. در مورد این چیزا صحبت شد اوایل لایو، اگه دوست داشتین باید بزنین از اول نگاه کنین، الان بپرسین دیگه هیچ موضوع تکراری میشه. میگه برین به مهراد. فقط باید ببینی. خوشگل ترین دختر برنامه میگه کی بود؟ اینا منتظرن این سوالا میپرسن که چیز بگیرن ازش. سوال بعدی. خوشگل ترین پسر جزیره کی بود؟ سوال بعدی. خوش اخلاق ترین پسر جزیره کی بود؟ خوش اخلاق ترین خودت بودی دیگه. مرسی از شما، بالاخره یه جا حداقل یه راست گفتی. نوشته چرا رژ زرد و قرمز و سایه اینا رو با هم میزدی؟ برای اینکه من وایسا یه چی بگم. بگو. یادته یه روزی من اومدم گفتم چرا اینجوری آرایش میکنی؟ خداییش گفتی من اینجوری دوست دارم، به من اینجوری میاد، به چشای من اینجوری میاد. من آرایش رنگی دوست دارم. خب
کلا پلتمو اون دفعه نشون دادم. بعد کارگردان هی میومد به من میگفت پوستت سفیده، باید پررنگ بزنی، رنگی بزنی. کامرا شبیه روح میافتی، همین رنگی هم پررنگ بزن، وگرنه من انقدر پررنگ نمیزنم، مثلا یه حاله رنگی کمی میزنم. هی به من میگفت پررنگش کن، پررنگش کردم شبیه دفتر نقاشی شد. یه چیز دیگه هم بود میخواستم بپرسم، یادم اگه اومد میپرسم. نوشته رأیا رو خریدیم. خب ما اگه میخواستیم بخریم همه رو میخریدیم که برنده بشیم، 2 تا رأی بخریم که چی بشه؟ دیوونه مگه عقده رأی داریم؟ بریم 2 تا رأی بخریم ما هم 2 تا داشته باشیم. برمیگشتی عقب بازم شرکت میکردی؟ من 50% گفتم آره، 50% نه. 50%ی که آره بود به خاطر این بود که یه سری آدمی رو باشون آشنا شدم، فالوورایی به دست آوردم که واقعا سرشون به تنشون میارزه و این ارتباطه باشون قشنگه. ولی اون 50% دیگهش برمیگرده به اینکه واقعا هیچ دستاورد آنچنان دیگه‌ای بر من نداشت و فقط چون بازی کارگردان و یه سری تیم پشت صحنه رو دادن و اون چیزی که خودشون دوست داشتن و ما بازی کردیم در اصل اینجوری شد. نه اینکه ما بازی کردیم و بازیمون دادن، وگرنه بازی قرار بود برندش کس دیگه باشه، ولی خب یه چیز دیگه شد. من بودم سیزن 2 شرکت میکردم با علم و آگاهی بیشتر، چون برای اولین بار تو ایران این اتفاق افتاد و ببین واقعا حجم سنگین این برنامه افتاد رو دوش ما. الان سیزن 2 بچهای سیزن 2 فکر نمی‌کنم این ما اذیت بشن، ما قشنگ خاک این برنامه رو خوردیم. آخه دیدنم نداره دیگه و الانم میگم اکثرا بلاگر آوردن. چند روز پیش من یه لایو یه بنده خدایی رو آوردم بالا، گفت از من خواستن که چی داری برای ارائه، فالوور داری، هنرت چیه، کجا دیده شدی، میدونی سابقه چی داری. یعنی اینا فقط دنبال بلاگر بودن برای فصل 2، چون باعث میشه که برنامهشون بیشتر دیده شه. ویو رو بگیره دیگه. آره دیگه. ویو رو بگیره چون فصل به اندازه فصل 1 میدونن دیگه ویو نمیخوره، ولی به خاطر ویو اون آدمایی که هستن بالاخره شاید در سطح همون هم باشه. چرا بعد برنامه با تناز و شاهین بیرون میرفتی؟ چون خرم. امیر یه کار خوبی کرد که بعد برنامه خیلی شیک با اینا کات کرد، خدافزی کرد، کشید کنار، ولی من احمق موندم، گفتم اب نداره، میبخشم، میگذارم، کار خوب تو کردی امیر که من کشید از گروه کنار. هم یا از گروه کی اومدم بیرون، فکر کنم قسمت 30 بود 40 بود از گروه اومدم بیرون. بهترین کار تو کردی. آخه ببین اینا میگم دقیقاً اینا آدمایی که عکس میگیرن ازت، صداتو ضبط میکنن، ویدیو ازت میگیرن. من اینجا یه آدمی رو میشناختم، رفیق دور من بود، زنگ زد به من یه روزی گفت امیر حسین چطوری، خوبی، چه خبر؟ اینا گفتم قربونت. بعد سال به سال به من زنگ نمیزنه این آدم، یعنی اصلا با هم معزبیم، ارتباط آنچنانی نداریم. گفت این شاهین اینا افتادن دنبال آمار در آوردن از تو. گفتم شاهین تو از کجا میشناسی؟ گفت توی جمعی بودیم آمار تو رو داشتن میگرفتن که تو کجا زندگی میکنی، با کی زندگی میکنی، حتی یوتیوب تو رو به من نشون دادن. گفتن تو اینو میشناسی، این خونه کیه، این همخونهش کیه، این با سونیا داره زندگی میکنه، این خونه کیه، تو که اونو میشناسی. خونه خواهرش. خب بعد من اینو شنیدم گفتم 3-4 روزه، گفتم ابی نداره ولش کن. زنگ زدم به شاهین، گفتم شاهین خوبی، چطوری، چه خبر و اینا. صداشم گذاشتم رو اسپیکر، ضبطم داشتم میکردم، گفتم زره زیادی زد، بعدم بهش میگم که اگه گفت نه و فلان و بسار و اینا اینو میگم. اسمش هم نچسبه هنوز سیفش. دیدی لقب خودش هم به من چسبون. آره خودش نچسبه. خلاصه زنگ زدم بهش گفتم که اینجوری کی بود، قسمت 66 7 بود که محدثه داشت وارد برنامه میشد، تیزر محدثه در اومده بودش. من یک شنبه به این زنگ زدم، محدثه دوشنبه داشت وارد میشد. زنگ زدم به شاهین چطوری، خوبی و فلان اینا، تناس خوبه؟ گفت قربونت خوبم و فلان و اینا. تناس هم اونور مثلا داد میزد عمو چطوری فلان و اینا، دلم برات تنگ شد. گفتم قربونت منم دلم برات تنگ شده. بعد گفتم که شاهین فلانی به من زنگ زده، اینجوری بوده داستان، تو آمار خونه منو میخوای بگیری؟ چند روز پیشش هم دقیقاً توی آرایشگاه نزدیک خونه من شاهین رو دیدم. شاهین همین سوالا رو از من پرسید که امیر تو با کی زندگی می‌کنی؟ من گفتم رضا رفیقم الان آمریکاست. همین حرفی که زدم بهش، گفتم من یه همخونه دارم، رضا اونم آمریکاست. همین سوالا رفته بود از اون رفیق من گرفته بود، یعنی سوالا مشابه. اوکی گفتم که شاید اینا رفتی پرسید برای چی؟ مشکلی داری؟ تو چند روز پیش همینا رو از من پرسیدی، دنبال چی میگردی؟ تو میگی خیلی دنبال من بشی بکشی رو من بزنی زیر من؟
ببینی من دوست دختر اصلا من دوست دختر دارم، چرا نمیای خود من بپرسی؟ بیا خودم بهت بگم اصلا دوست دختر من کیه. خب ببینی من که من اصلا شوهر دارم. یا از خود من بپرس. گفت نه کی گفته رو در رو کن. گفتم والا تو برنامه من میگی رو در. گفت من به تو ثابت نشده. گفتم چرا ثابت شدی؟ تو برنامه من به من ثابت شدی، ولی به چه طرزی به من ثابت شدی؟ گند زدی با خودت به ثابت کردن. خوب که ثابت نکردی خودت، گند زدی. همیشه زیر همه حرفاتون زدین. من نکردم و من نبودم و تهمت زدناتون ماشاءالله. امیر برگشته گفته پیش دکتر و پژمان و نمیدونم شاهینینا نشستیم، میگه پاشیم بریم تو، رأی تو هم داشته باشیم. من کی این حرفا به تو زدم؟ آفرین به آها میاد میگید سودا به شاهین تهمت زد که نزدم. شاهین پیشنهاد داد و منو تحریک کرد. اونجا تناز به پارتنر من توی برنامه بودیم، به امیر تهمت زد و وقتی تهمت زد من باید چیکار کنم؟ من باید یه دونه بزنم تو دهنشون. اگه به تهمته، اگه به رفیق فروشیه، اول تناز تهمت زد، تناز دروغگو، و بعد من داستان شاهین رو گفتم آقا سر قضیه الهه تحریکش از سمت این آقا بود، این آقا منو تحریک کرد، من نمیخواستم این کار کنم. دقیقا میگم داستان همین بود. میگم ما نشستیم کنارشون سر قضیه بحث منطقی بودن رابطه ما و دوستانه رابطه شما بودش که تحریک شد، قاطی کرد و این حرفا رو زد. حالا خلاصه میگم دیگه مردم اینا رو شناختن. گفتن که انقدر با اعتماد به نفس میگن امیر چرا با اون مینیبوس طرف پیش سودا؟ چون با سونیا زندگی میکرد، چون سونیا اجازه نمیداد. تو اتوبوس شما ما هستم که اون میگه مینیبوس، ما میگیم اتوبوس. تو ون یا اتوبوس شما کیا بودن از بچه‌ها یادته؟ خیلی همه بودن. کیا بودن؟ علی، زهرا، میلاد، ترانه بود، مهبودم بود، نگار بود، اینا همه بودن. محدثه، ماهرخ. یعنی من فقط نبودم؟ آره فقط تو ای نبود. کاش منم میومد. جانم نه اصلا مسیر من آقا جای دیگه بود. که من ایرپاد گذاشتم تو گوشم، موزیک رو زدم آخر که تو فقط مسیر من چند بار به تو زنگ آره. زدم یادته؟ تو مسیر چند بار به تو زنگ زدم یادته؟ آره آها مگه نه پات کردیم؟ بذار اسکرین شاتای اون شب رو بذاریم حداقل که نگران بود من رسیدم نرسیدم، چون من نیازی نیست ولش کن. اینا نیازی نیست بخوای ثابتشون کنی، چون اینا میگم حرفایی زدن که خود مردم نصفشون هم باور نمیکنن، چون اینا دنبال اینن که اتهامات از روی خودشون دور کنن با اینکه نمیتونن، ولی بذار زورشون رو بزنن. میگم اگه پارتنر خودش دزدی کرده بود، آدم کشته بود، به ما هم تهمت آدم کشی و اینا میزدن. دوباره اون جمله معروف رو میگم. دروغ نگو. چی؟ دخترت خونه بوده اون شب. آره نمیتونستم تو رو ببرم بهش نشون بدم. چجوری فرداش اومدی پیش من؟ کجا پیچوندیش؟ اونو رفرستم رفت ایران. یه چیز دیگه می‌خواستم بگم. خلاصه که میگم جمله معروف اون خانومو میگیم که کافر همه را به شیش خود دارد دسته دیگه. میگه پس ویدیوی امشب تناز رو ببین چقدر در موردتون بد گفته. بدبخت الان باید هی حرف بزنه دیگه، چون داره عشق ابدی پخش میشه، از تب و تاب میفتن. بچه‌ها هم تشنه دیده شدنن دیگه، کم مونده جلوی دوربین کارهای دیگه بکنن. متاسفانه دیگه وقتی با کارگردانه ببخشید چیز دیگه میره میشینه صحبت میکنه، خودشو آدم نشون میده چی کار است. نوشته کات کردین الان با هم. تناس بو میداد. حالا من بچه‌ها رو بو نمی‌کردم. منم که اصلا کلا بویاییم ضعیف. نوشته صفر تا دوست دارم. والا همه باور کردیم. من میخوام چیو حرفای تناز رو میگه ماها که ماها که حالا نگو همه، ولی خب یه سریا دوست دارم باور کنن دیگه عزیزان. ما اینجا قرار نیستش به شما چیزی رو تحمیل کنیم. بعد خود اونا که الان میان واقعی نبودید نامردا. شما که داشتید میدیدید ساعت 1 شب ضبط ما تموم میشه، من و امیر با اون همه خستگی نمیرفتیم بخوابیم، میشستیم رو مبل تا ساعت 3 با هم حرف میزدیم. حتی گوشیمون هم که میدادن بهمون با گوشیمون هم بازی نمیکردیم،
چک نمی‌کردیم، فقط میشستیم اونجا حرف می‌زدیم. اگر ما واقعی نبودیم که میرفتیم میخوابیدیم همون دقیقه. بعد کلا 3 تا زوج این شکلی تا نصف شب میشستن. من و تو بودی، اون دوتا بودن. محمود و ترانه هم بعدش یاد گرفتن تقلید کردن، تناز و شاهین بیرونن، امیر و سودا رو مبل همش دراز میکشن با هم جیک تو جیک میکنن، اونا هم رفتن اونور رو مبل بالاییه. یه سوال نوشته بودش که چرا تو با ماهرخ بد شدی؟ من بد نشدم. الان رابطه نداری باشو؟ یعنی فالو هم نداشتی آها نه؟ با ماهرخ هم فالو دارم، ببخشید. داری؟ ماهرخ هم فالو اوکی. دارم، امروز هم بهش پیام دادم اتفاقا تو برنامه، چون ماهرخ پشت تناز در اومد و پشت منو خالی کرد ازش ناراحت بودم. پشیمون ترین آدم داخل برنامه به نظر که من از کجا بدونم درصد پشیمونی؟ نظرت پشیمون ترین من مثلا خب خودم پشیمونم از نمیدونم. ونوس نوشته که میشه برینی به سامان. والا عزیزم توی ویدیوی یوتیوبم جوابشو دادم. اولا اینکه امروز به ماهرخ هم گفتم با این داری ویدیو میگیری بگو تناز یه سره در حال دروغ گفتنه. اون آقای کلاغ که رفته با سامان ویدیو گرفته، یک عالمه کلاغ پشت اون سامان با من حرف زده، همه رو تو یوتیوب گفتم پشت سامان چیا گفته، که انقدر یه آدم میتونه درو باشه که پشت یکی حرف بزنه بعد بره باش مصاحبه کنه. من راجع به ایشون هم صحبت کردم تو یوتیوبم، حالا ادیتش تموم شه براتون میذارم. تو برنامه چقدر مشروب میخورید؟ هفته یه بار برامون میگرفتن. اونم تازه خودت باید پولشو میدادی. خودت مثلا در حد یه آبجو میگرفتیم. میگه ماهرخ و پژمان پشت آتیش قسمت آخر چی میگفتم؟ ما خب اونجا نبودیم که چی میدونم چی میگفت. شما فوق‌العاده بودین، صمیمانه دوستتون دارم. ولی یکی از سخت‌ترین لحظه‌های زندگی من میدونی کی بود؟ تو اون برنامه فقط قسمت 100 زمانی که خامساله‌ای از تو پرسید گفتش که آره. آخرین صحبتی که شما پشت میکروفونتون کردین تموم شد، من گفتم الان یه چیزی میگی دعوا میشه. بعد جالبه خیلی استرس داشتم، یعنی اینجوری استرس داشتم که الان سفدا یه چیزی میگه وای وای وای، هی بهت داشتم میگفتم گفتم سفدا تو رو خدا. رفتم به زهرا تبریک گفتم، دست دادم هستش تو فیلم، بغلش کردم تبریکم هم گفتم. بعد میاد چرا تبریک نگفتی؟ اولا که تو خود تویی که این حرفو میزنی تو اون مسابقه و جو روانی باشی دمپایی تو در میاری میفتی دنبال طرف. بعدش هم این که من تبریکم هم گفتم، با احترامم برخورد کردم. نوشته مردی کامنت منفی ها هم بخون. خب تو برای چی اصلا داری اینجا وقت میذاری عزیزم؟ کامنت منفی میشناسم سامان کسیه که میاد راجع به ما حرف میزنه، ویو میگیره، بعد میاد میگه که سودا از شاهین معذرت خواهی کنه چون بردتش تو این برنامه. تو هم میاد من معذرت خواهی کن پس، چون تو هم داری با بردن اسم من پول در میاری ویو میگیری. میگم دیگه یه سری جاها میاد چرت و پرت میگه، میگم من بهش پیام دادم دیگه جواب نداد. چون چرت و پرت داره میدونی میگه. چرا با من لج کرده؟ چون 3 بار به من گفت بیا با من مصاحبه کن. من گفتم که یه بارش مهراد اینجا بود، برگشتم گفتم که $1000 بده بیام. یعنی اینکه آقا من برای چی باید بیام توی مصاحبه تو شرکت؟ من به خاطر یکی از فالوورام خانم الهام، نمیدونم کی بود یا چه نسبتی باش داشت، از من خواهش کرد گفت اگه امکانش هست با این آقا مثلا مصاحبه کن، در حالی که خودش اومده بود پیام داده، من گفتم نه. نمیدونم پیام داده و وایس داده یادم نیست، یکی اومده بود گفته بود اینجوری، یا نمیدونم یه پیج فیک داشته گفته ما اینجوریم. گفتم نه من مصاحبه. گفت آقا ما نمیدونم سیاوش مصاحبه کرده، پژمان مصاحبه کرده، اینجور داستانا، تو هم بیا مصاحبه کن. من پیچوندم. 2-3 روز بعد بود یه خانومی بود که از روزای اول به من همیشه لطف داشت، میگفت چقدر تو مثلا اینجا خوب رفتار کردی، اینجوری بود. من هم دیدی که جواب همه کامنت ها رو میدادم یا دایرکت رو میدادم. از من خواهش کرد گفت میشه با این آقا مثلا چیز بکنی، گفتم چشم. و این کارو کردم و الان این آقا ادعا میکنه آقا من حرفایی مصاحبه میزنه چرت و نکردم، پرت بدون استناد. گرفته. خب دلم نخواسته مصاحبه کنم.
چون دقیقا مصاحبه نکردم. الانم دقیقا حرسش میگیره آخه، به خاطر اینکه فقط محتوای چرت و پرت و ادعا داره میکنه که من اخبار موثق دارم، من میدونم. یه جا تو مصاحبهش با من اتفاقا، ببخشید زاید، نمیگم گند زد، اصلا زاید، علی روزی که وارد برنامه شد راننده اومد دنبال من اول، خب و من اصلا نمیدونستم قراره کسی دیگه ایرام سوار کنیم. راننده گفتم که خب کجا میریم؟ گفتش که میریم یه نفر دیگه هم سوار کنیم بریم. گفتم از پرسنل؟ گفت نه از بازیگرایی که دارن میرن جزیره. گفتم ما قراره همدیگه رو مگه ببینیم قبل اینکه وارد جزیره بشیم؟ گفت یه نفر. رفتیم علیو سوار کنیم از دم یه خونه‌ای. گفت من میدونم خونه نگار بوده. گفتم نه خونه نگار اتفاقا نه. گفت من اخبار موثق دارم خونه نگار بوده. گفتم نه من میدونم خونه کی بوده، خونه نگار نبوده، خونه نگار اصلا لوکیشنش اونجا نبوده، جای دیگه بوده. من اطلاع دادم، گفتم آقا من اونجا بودم، خونه نگار اصلا لوکیشنش اون نیست. انقدر ادعا داره و میگه که من اینو میدونم و هیچی در اصل نمیدونه، فقط از شنیده هاش میاد حرف میزنه. هیچی شنونده باید عاقل باشه. تناس هرچی میگه آره. مهرات هرچی میگه آره. چی آره؟ تایید میکنه، چون یه سری ببخشید سوستونسور فقط بلدن فکر میکنن با دهنشون باز کردن حرفای حق بزنن. اینم داره تشویقشون میکنه چرت و پرت میگه. هرچی اونا میگن آره عزیزم، چی آره؟ اگه آره است من تو ویدیوام قشنگ توضیح دادم آره چیه. گفتم اونجا مهرات پشت سر چی گفته. نوشته دروغ میگه، با آبروی مردم بازی میکنه، اون فقط برای ویو گرفتن داره از این اون بالا میره، از این اون داره تهمت میزنه برای ویو گرفتن. دیگه مردم میگم خودشون انقدر عاقلن، خدا رو شکر مردم بعد از این همه تایم میدونن کی چی کار است کی چی کار نیست. بابا از قسمت 60 بود 70 بود، الان یه سری‌ها دارن میگن که تو افسانه ها دارن میگن هنوز شاهین میگه قسمت‌های بعدی میفهمید که کی بده کی خوب. دقیقاً تو فصل 2 معلوم میشه کی بده کی خوب. بعد من بعد اینکه منو دیس کرد بهش پیام دادم که میشه باهاتون یه صحبت داشته باشم. میخواستم بهش بگم که مهراد پشت سر چی گفته. نمیخواستم باش مصاحبه کنم. سریع اون شب اومد تو لایو، سودا خواست با من مصاحبه کنه اما دیگه دیره، دیگه باهات مصاحبه نمیکنم. خب من خودم تریبون دارم دیگه، بخوام حرف بزنم الان 25 نفر این زیر نوشتن سامان کیه. خب من بخوام نه تو ویو نداری، اون ویو داره. بابا اون هیچی آدمی نیستش در مورد صحبت. حرف میزنم مرد حسابی. اسمشو نیار بابا، بلش کن. معلوم نیست چی کار است، از کجا آمده، بلش کن. چی کاره بودنش اتفاقا مهراد گفت پشت سرش کلی حرف زد. جالبه. بعد میای سنگ اونو به سینه میزنی. تو اگه تو ویدیوات در مورد این آدم صحبت کنی دقیقا همون چیزیه که اونم میخواد، بلش کن. نه من صحبت نکردم، فقط برای اینکه مردم بفهمن 2 نفری که دارن مصاحبه میکنن کیان یه توضیح کوچیک دادم. آفر دیگه. نوشته عکستون چی شد؟ عکس دست منه، عکس دست منه ولی لوح دست سفته. تیشرت همون که دیگه زنونه مردونه بود دیگه، جدا. اون چیزم هم هستش تو اتاقمه خرسا. خرسی که امیر سفارش میخواست بده، خرسی که اومد دقیقا اندازه خودم نبود ولی اینقدر بود قشنگ، 1 متر بود، زده بود 90 در مثلا، بعد اون کوچولوهاش زده بود 36 سانتی. نه امید کی آخر نگفتی؟ امید کی آخر نگفتی؟ میگم همش دوست دارن یکی رو به من بچسبونن. آقا خیانتکار یکی دیگه بوده، اونایی هم که با هم بسته بودن یک کسای دیگه بودن. ما پاک بودیم، اینا برای اینکه جرماشون تقسیم بشه میان تهمت میزنن. چرا پروژه چرت و پرت. خب سوالاتون دیگه داره بی تربیتی میشه در مورد بقیه ولی زشته، نگید. ما دیگه میدونیم اونا چی هم، ولشون کنید. شاهین لایو داره به ببلم. اصلا اینا رو نباید بخونی که. اسم کانال چیه تو یوتیوب؟ من سابسکرایبت کردم. استنفورد رفت. اوکی. تو کردی؟ من آره باشه دیگه همینو بس. در مورد تولد من بگو نوشته. تولد تو
تولد تو چی بگم؟ نمیدونم نوشتی در مورد تولد من بگو. یه چیز دیگه نگفته چی بگه. چیزی نیست که بگم. نوشته برای ویو حاضرید حتی بکشید بالا. متاسفانه اون یه خانم دیگه ای بود که این کارا رو میکردش عزیزم. والا به من که خانم آقای گلابی 25 قسمت کل ویدیو یوتیوبشون هیت به منه. من یه بار جواب ندادم، یه بار ویدیو نساختم، یک بار نیومدم، کلا یه دونه ویدیو یوتیوب دارم، اونم راجع به کانسپت برنامه اومدم توضیح دادم، به هیچکی نزدم. اون کسایی که دنبال ویو هن و 100 حیف که بعد از برنامه اومدن گرفتن رو هم دیگه، ماها میتونستیم با هم ویدیو بگیریم، میتونستیم با هم بازی کنیم، ویدیوهای فان بگیریم، ویدیوهای نمیدونم سرگرمی بگیریم، ولی بچه‌ها متاسفانه خودخواه و تکرو بودن، اومدن به هم زدن، فکر کردن این شکلی موفق ترن. من تا الان نگرفتم. پریروز که رفتم ویدیو یوتیوب بگیرم فقط به خاطر اینکه میگم یه سری تهمت ها راجبم زده شده بود، جواب دیس هایی که بهم دادن اومدم بدم، اونم به درخواست شما. خلاصه که همینو بس. صحبتی پایانی اگه چیزی داری، سوالی داری، نمیدونم جوابی داری، هر چیزی هستش در مورد من از من اومده بودید بچه‌ها، مسابقه بود دیگه، همه واسه جایزه، واسه دیده شدن، واسه پول اومده بودن، ولی اینکه تو مسیر چی پیش میاد و ما پیش بینی نکرده بودیم دیگه. اینا رو دیگه خودشون هم میدونن دیگه. خب میخوای بیشتر از این وقتت هم نگیریم؟ لایف چقدر شد؟ 67 دقیقه. آره، چون بعدش بخوایم دیگه 67 دقیقه 100 دقیقه شد. آها من یه دور چیز تو کردم. رفتی دوباره اومدی آره شد اوکی. 100 دقیقه. صحبتی اگه داری نه من میشنویم. صحبتی ندارم، تو اگه صحبتی داری بگو. من نه، فقط این یه تیکه آخرش رو میخوام بگی که خانم ناخواسته آقای خواسته نه همچین چیزی، بعد این یه تیکه رو میخوام استوریش کنم لینکو بذارم. خودت معرفی کن فقط. معرفی کنم؟ خانم خواسته هستم. ناخواسته بودی؟ نه دیگه، خانم خواسته آقای ناخواسته. من آقای خواسته بودم، شما خانم ناخواسته بودی. آره یادم رفت. بذار برم تیشرتمو نگاه کنم. برو بیار یه نشون بده تیشرتت حداقل. اگه داری ننداختی آشغالی ها. من اونو نمیندازم آشغال. همینجاست اتفاقا. اون روز دلم خواست یکم تو خونه بپوشمش، بعد اومدم ویدیو بگیرم، گفتم الان میگن چرا کات کردی پوشیدی، نباید بپوشی. من اتفاقا میگم چمدونم رو گذاشتم زیر تخته میخوام بردارم و اینا دیگه یادم میره منم. خب با همینجا من یه تیکر میخوام استوریش کنم. اینو بردار الان همینجوری بگیر دستت، خودتو معرفی کن، این تیکه آخر ویدیو باشه دیگه. اوکی. تازه یکی اومده نوشته سلام. خداحافظ. دیر اومدی اتوبوس رفت. خب برو. خب من خانم ناخواستم. آقای خواسته. ویدیو رو حتما دنبال کنید. خیلی صحبت کردیم در مورد کات کردنمون، در مورد تهمتایی که مینیبوس و اتوبوس و این داستانا بوده، رأی خریدن هایی که در مورد میلاد بوده دیگه. مینا کیه؟ در مورد چی دیگه؟ در مورد امید صحبت کردیم، در مورد یه سری میوه‌جات صحبت کردیم دیگه، در مورد پرنده‌های تو آسمون صحبت کردیم. پرنده ها رو صحبت کردن، تهمت‌ها، یه سری حرفا. ویدیوهای جدیدم خود خانم سودا داره توی چنل یوتیوبشون میذاره، دنبالشون کنید، سابسکرایب کنید دیگه. بوکادا مرسی از اینکه وقت گذاشتی. اگه باز صحبتی شد و این حرفا دیدیم باز کسی تهمتی زد و اینا، وقت میذاریم با هم دیگه صحبت میکنیم. هر وقت هم شما توی
چنل یوتیوبتون خواستید لایو بذارید با کمال میل ما حضور پیدا خواهیم کرد. مرسی از خودت بچه‌ها. مرسی. ماچ بهتون، ممنون که تو لایو بودید، دوستتون دارم همتونو، به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار. توش ایموجی مراقب خودت باش. امیدوارم اتفاقای خوب برات بیفته. هر جا که هستی سالم سربلند باشی. همچنین برای تو عزیزم. مراقبت کن. سابسکرایبیتونه با بای. شما بودم. اینو با شما بودم. باشه. خداحافظ. شما برو، من ادامه میدم یکم. بد نیستی هم رفتش. خب بچه‌ها اینم از یه سری صحبت‌ها و داستان‌هایی که پیش اومد. امیدوارم که قابل قبول باشه، چون یه سری واقعا چشم ندارن ببینن حداقل ما چقدر قشنگ با هم داریم رفتار میکنیم، احترام میذاریم، با اینکه خیلی حرفای مفت، دهن چاک و بس که نداره، ماشاءالله باز میکنن چرت و پرت زر مفت میریزن بیرون. ببخشید من اینجوری میگم، میدونم انتظار نداری ازم، ولی آدمای دورویی هستن، حرف مفت زیاد میزنن. داخل برنامه خیلی پشت سر خانواده خودشون حتی صحبت کردن، حرمت و احترام خانواده خودشون رو نگه نداشتن، بعد میخوان حرمت و احترام ما رو نگه دارن. از این آدم ها سعی کنید دوری کنید. امثال اینجور آدم ها تو زندگیمون کم نیستن. به خدا میسپارمتون، دوستتون دارم به شدت. مرسی که تماشا کردین.